السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و ارجمند، شکر پروردگار کریم و منان که باز به دیدار هم رسیدیم. شکر پروردگار کریم و منان که امروز باز با هم صحبت میکنیم. امیدوارم همگی عید و ایام خود را، عید ماه شریف رمضان را با خوش خرسندی گذرانیدید و در خاندان یکایک شما خرسندی و خرمی حکم فرما بود. ماه رمضان هم سپری شد. عید رمضان را هم جشن گرفتیم. ولی در عرفه عید رمضان، در روز عید ماه شریف رمضان، بسیارها گله داشتند، بسیارها شکایت داشتند که نرخ و نوا البته در هفته آخر ماه شریف رمضان و در روزهای عرفه داشتند. بسیارها بی‌نهایت نرخ بالا می رود و فروشندگان به انصافی می کنند، خصوصا فروشندگانی که در بازارها چکنه فروشی می کنند. ما برنامه امروزه را مخصوص این موضوع برای شما پیشکش میکنیم. بخشیدیم به مخصوص همین موضوع. تماشابینان عزیز، برای چی ما محض همین موضوع را در همین روز گرفتیم؟ برای اون که همین گپ و کلاچه هر سال وجود دارد. هر سال روز عید آمد، یک روز پیش، دو روز پیش، چند روز پیش از عید الکی نرخ‌ها بلند بشوند. در دیگر دولت‌های مترقی و در دیگر دولت‌های مسلمان نشین، بسیار کارخانه‌ها، بسیار شرکت‌ها بخشیده به ماه شریف رمضان، بخشیده به عید قربان تخفیف اعلان می‌کنند و این چنین تخفیف‌ها هم می‌شود 15%، 20%، 30%، 40% با مال‌های طلبات هر روزه و به خوراک تخفیف اعلان میکنند. اما در ما چی؟ در ما بالاشوی نرخ بر علا در بازارها مشاهده می شود. فروشنده ها با شعاری نخرد کم کن، خرد زم کن، همین که میبینند خریدار هست، همین که میبینند تمامی مردم به بازار رجوع کرده است تا اینکه دسترخوانش را پر از ناز و نعمت کند، برای دسترخوان ایدانه اش خریداری کند، با تمام وجودی هستی خریداران از این فرصت استفاده میبرند تا این فروشندگان از این فرصت استفاده میبرند تا اینکه این فرصت را از دست نداده هرچی زیادتر پول به دست آورند. و بیشتر در جامعه نفرانی هم یافت میشوند که میگویند در بازارها ریشداران نرخ را قیمت میکنند، فروشندگان سطر پوش نرخ را قیمت میکنند، ملاها نرخ را قیمت میکنند، نمازخوان نرخ را قیمت میکنند و هاکذاها. و اما امروز در این برنامه با اشتراک شما تماشابینان گرامی، با اشتراک تمام هم‌ملتان عزیز، هموطنان عزیز، در این برنامه من بیشتر میخواستم که بدونیم که برای چی واقعا سبب چی است که نرخ نوا در عرفه های عید ماه شریف رمضان، عید قربان یا هر عید دیگر نرخ قیمت می شود، نرخ بالا می رود. سبب در چی است؟ عیب در آش است یا در ماش؟ انا برای همین هم تماشابینان عزیز خواهشمندم در برنامه فعال باشید، دیگران را به برنامه دعوت کنید. همراه اینجا باید بدانیم که عیب در آش است یا در ماش. به اندیشه ما شخصا خودم با این اندیشه‌ام که با چکنه فروشان هرچند این مسئله بالاروی نرخ ربط دارد و آنها هم در بالاروی نرخ شریکند، لیکن چکنه فروشان خیلی سهم کم دارند در قیمت شوی نرخ. اصلا نرخ را آنهای بالا میبردارند که آنها بار را به تاجیکستان وارد میکنند
با تاجیکستان بار را از بیرون وارد میکنند. چنانکه که شما میدونید تاجیکستان کشوری وارد کننده است، نه کشوری صادر کننده. یعنی واردات تاجیکستان 4 برابری هیچ نه 3 برابری صادرات تاجیکستان است. اگر تاجیکستان 4 برابر وارد کند، از همین از 4 یک حصه همین صادر میکند. برای همین تاجیکستان که کشوری استعمال کننده حساب میشود، تاجیکستان که کشوری وارد کننده حساب میشود، برای همین هم بیشتری وقت نرخ و نوارا آنهای معین میکنند در بازار تاجیکستان که بیشتر بار را به تاجیکستان وارد میکنند. اکنون تماشاگران عزیز، بار را کی به تاجیکستان وارد میکند؟ بار را به تاجیکستان کی وارد میکند؟ به تاجیکستان بار را، وارداتش را بیشتر مونوپولی کردند. آرد، روغن، برنج، هر چیزی که از بیرون وارد میشود به تاجیکستان، این مونوپولی است. یعنی مونوپولی را کی کرده میتواند؟ همون شخصانی که به شخص اول کشور نزدیک هستند، همون نفرانی که یا اینکه از نزدیکان شخص اول کشور هستند. بله، در همین حالت یعنی مونوپولیست با باوری کامل گفته میتونیم که عائله رئیس جمهور یا شخصانی نزدیک به رئیس جمهور هستند. همین ها بار را وارد میکنن. نرخی بازار تاجیکستان رو هم همین ها معین میکنن. هرگاهی که چکنه فروشان به نزد وارد کنندگان مال میروند، هرگاهی که چکنه فروشان میخوان از وارد کنندگان مال کالا، وارد کنندگان خوراک از خارج میروند تا اینکه از آنها خریداری کنند و در بازار آورده فروشند، نرخی بازار تاجیکستان را آنها معین میکنند. و چکنه فروش، آنهایی که میخواهند از پشت چکنه فروشی یک برده نان پول کار کنند، هر نرخی که وارد کننده معین میکند به آن راضی میشوند، برای آن که رزق روزی و نان میخوردگی فرزندانشون از همین است. از همینه که از وارد کنندگان مال، یعنی از اپتویک ها خریداری میکنند و در بازار برده میفروشند. از حساب همین مبلغ کار میکنند و از حساب همین درآمد میکنند و رزق روزی فرزندانشون رو دریافت میکنند. شخصا من به همین فکر هستم. حالا من میخوام اینجا کارشناسان در این برنامه شرکت کرده باشند و فکری آنها رو بگیریم که واقعا مسئله چی است که نرخ و نوا در روزهای عید بالا می رود. محض در روزهای عید، محض در روزهایی که مردم به بازار رجوع می کند، به بازار بیشتر رجوع می کند، در خریدن چیز نوبت پایی می ایستد. برای چی همین خیلی است؟ خود تماشاگران عزیز، اینجا من به برنامه امروزه کارشناس مسائل اقتصادی برادر عزیز گرامیمون عبدالمنان شیرالیف رو دعوت کرده هستم. برادر عزیز گرامی، هم میکروفونتون رو فعال کنید، هم نوارتون رو خواهش میکنم فعال کنید و خوش آمدید به برنامه امروزه ما. میکروفونشون رو فعال کنید. برادر رو ما رو بشنوید. برادر عبدالمنان، شما برادر با براوزرتون به فکرم برای ویدیو اجازه نداده اید. خواهش میکنم به براوزرتون به ویدیو اجازه بدهید برای پیوست شدن به ویدیو. حالا ما تا پیوست شدن شما یک نفر دیگر کارشناس را اینجا دعوت کردیم. برادر رئیس سازمان اصلاحات و رشد تاجیکستان، برادر شرافالدین گدایف. فکر میکنم برادر عزیز گرامی هر دوتون هم خوش آمدید. فکر میکنم موضوع امروزه ما به شما فهمو است و من کمتر مقدمه اش رو ذکر کردم. در اول هر دوتون رو به برنامه خوش آمدید میگویم.
برادر شراف‌الدین و برادر عبدالمنان. درود و سلام برادر شفقت جان، درود و سلام به همه بینندگان گرامی قدری شبکه پیام تیوی. درود و سلام به برادرمان عبدالمنان شیرالیف. تشکر بسیار برای من. تاجیکستان برادر شراف‌الدین گدایف. فکر میکنم برادری عزیز گرامی هر دوتون هم خوش آمدید. فکر میکنم موضوع امروزه ما از عبدالمنان باشه چه؟ بله از عبدالمنان یوتیوبشون گیران هستند. فقط از استریمیار فعال باشید. بله اون چیزی که برادر شفقت شما قید کردید در حقیقت صدای یوتیوب با فیلم تا هنوز هست؟ نیست. تمام. خب انشالله اون چیزی که شما قید کردید در حقیقت در پیش آمدهای عید و مخصوصا در عرفه همین جشن و عیدهای ماه شریف رمضان عموما در روزهای عید بالاروی نرخ‌ها دیده می شود. البته این قاعده های اقتصادی است، پیشنهاد و طلبات. اون چیزی که طلبات مردم در این فصل در این دوره رمضان در پیش از عیدها طلبات خیلی زیاد می شود، پیشنهادها البته کمتر می شود. اما حکومت هیچ چاره‌ها را برای پیشگیری کردن بالاروی نرخ‌ها نمیگیرد و نرخ‌ها به طور صنعی بالا می روند. البته در اینجا مشکلات از آن نفرانی نیست که چکنه فروش هستند، مثال در بازارها میشینند، آنها اصلا نرخ رو بالا نمیبردارند. آنهایی که عمدتا از خارج محصولات رو وارد میکنند اصلا آنها هستند که نرخ رو بالا میبرند و این چکنه فروشان و این نفرانی که در بازارها میشینند به سودا مشغول هستند، اینها مجبور هستند که آن فایده ای که میخواهند به دست بیارند اون فایده دائمی خودشون رو میمونند. اگر که پیشنهاد بسیار میشد و در بازار اگر که آن محصولات به دست چکنه فروشان که در بازار میشینند و سودا میکنند یا در مغازه این محصولات ها تقسیم کرده میشود و فروخته میشوند، اگر به دست آنها محصولات در این عرفه در این دوران ارزانتر می اومد و آنها البته ارزان میفروختند. اما مشکل همه ما معلوم است که تمام واردات هایی که داماد و دختران و فرزندان رئیس جمهور امامعلی رحمان قرار دارند و در این صورت نقد در اختیار مردمی که در بازار هستند در دست آنها نیست، نقد در دست دختر و فرزندان رئیس جمهوری تاجیکستان هستند. اصلا من سبب های این را در آن میبینم که بازار تاجیکستان یک بازار محدود کرده شده است در دست چند نفر، آن چیزی که اقتصادی تاجیکستان است و هر نرخی رو که آنها تعیین کنند و در بازار آن نرخ به فروش برآورده می شود. تشکر به شما. حالا میخواستم فکری اکای عبدالمنان رو در این باره بشنویم. خب سلام علیکم به شما و برادر شما برادر شراف‌الدین و بینندگان شما. خوب ما باید اول معین کنیم که گپ درباره کدام نرخ میرود، نرخ در عرفه عیدها و ماه رمضان یا که عموما نرخ در بازار. این برای اینکه جوده مثلا چی دارد، دو جنبه دارد. اگر گپ درباره این میرود که چرا نرخ در عرفه عید رمضان بالا میرود، اینجا پاسخ دیگرگونه است. اما اون چی که عموما چرا نرخ در تاجیکستان نرخی محصولات و خوراکی بالا میرود، اینجا قسمت برادر شراف‌الدین بیان کردم و من با اون راضی هستم. من میخوام بدونم که اصلا بس کدام سوال جواب دهم، اینکه چرا در قبل از عیدها نرخ بالا میرود یا چرا عموما نرخ در سال بالا است. بگذار به هر دو سوال جواب داشته باشه تا اینکه بیشتر فهماتر و بیشتر دارای معلومات بیشتر باشد گفته های شما و بینندگان ما بیشتر معلومات گیرند. خب
به نوشد از این سر کنیم که چرا اصلا نرخ محصولات خودرو در توریستان خیلی بلند است و چرا روز روز بالا میره. اون که برادرش رفتیم گفتن یعنی مونوپولی هست، اونا یک گروهی معین کنترل میکنن، باید کدام نرخی که خواهند معین میکنن. این واقعا چنین است و سبب اصلی بالا بودن نرخ‌ها و همیشه بالا رفتنش پیش از همه مونوپولی بودن این در واردات محصولات خوراکی است و بعدا اصلا وقتی کشور وارد کننده است همیشه نرخ از کشورهای دیگر بالاتر میشود، چون که اونجا قیمتی ترانسپورتیروفکا یعنی وارد و گمرک و اندازه اینا به حساب گرفته میشد. و دیگر اینکه وقتی کشور با بنجا برخی به این چه نظر به این اعتراض میکنن که چرا محصولاتی مثلا استحصال داخلی قیمت میشود، اون چیزی که وارداتی نیست، مثلا کارتوش، سبزی، پیاز، این هم همون سبب‌های زیاد دارد که این هم بحثی جداگانه میخواهد. و اینکه چرا نرخ درباره بالا میرد و در عرفه عید رمضان، عید قربان و اصلا خود رمضان. خب درباره اینکه چرا اصلا نرخ بالا میرود، یک قسمش اگر مونوپول باشد و چیزهای دیگر سبب‌های دیگرش هم هست که ما در سالهای من بعدی اگر لازم شد به این برمیگردیم، چون که اصلا در این باره سخن زیاد گفته شده است و تکرارش به فکر من که ضرورت ندارد. این بیشتر مردم میدونن که چرا نرخ‌ها در استحصال بالا هستند، چون که استحصال یک از اسباب‌های دیگرش این که استحصال در تاجیکستان با مشکلات زیاد گرفتار است، چون که مثلا برای استحصال سبزیجات و این چیزهای زیادی وارد کرده میشن، خود از نیروی منرژی سرکرده تو دیگر اسباب و دیگر تکنیک‌های اینا. و سبب اساسش اینه که اینا یک مونوپول در اینجا قرار دارد و وقتی که اونجا اندازبندی هست، اندازبندی دهقان و جان داشتن دهقان در بازارها است که بازارها هم مونوپولش دیگه هستند و دهقان با اون راه نمی‌یابد. یعنی عوامل‌های زیاد در اینجا وجود دارند. اما اینکه چرا در عرفه عیدها قیمت‌ها بالا می‌روند، اینجا به فکر من اینجا اگر در عموم در قیمت‌های مونوپولیست‌ها گوناگون باشند، در بالاروی قیمت‌ها در عرفه عیدها اصلا خود مردم گوناگونند. اینجا عیبی مونوپولیست‌ها و عیبی خودی مردم خود مردم با اون روی گوناگونند که مردم در قبل از عید، 2-3 روز قبل از عید یا یک هفته قبل از عید یا قبل از رمضان شروع میکنند با ریختن به بازارها. یعنی هر نفر میخواهد کوشش میکند که در همین 1-2 روز یا یک هفته محصولات زیاد خرید کند برای دسترخوان آرایی. اساسا این کار برای دسترخوان آرایی میشود و برای افطار دادن، برای دسترخوان عید کردن. و وقتی که اینقدر مردم به بازار ریخت، این یگان جای تعجب ندارد. در یگان کشور دنیا این استثنا نیست که وقتی مثلا خریدار از فروش از مال بازار بیشتر شد و خریدار از روزهای قبلی 10 برابر حتی 100 برابر بیشتر شد، قیمت‌ها بالا رفت. یگان جای تعجب ندارد. یعنی وقتی مردم به بازار ریخت که برای دسترخوانش خرید کند و همه یک چیز میخرن، یعنی اساسا چیزایی که مردم میخرن معین است برای دسترخوان و یک نمودهای معین محصولات، در نتیجه قیمت اونها با شدت بالا میرد و در اینجا گناهکار کردن اینجا عیب مونوپولیست‌ها البته هست. اونا میکوشند، چون که عادت کردن، اونا آنانه میدونن و میکوشند که در همین قبل از عید نرخ‌ها رو بالا برن، چون که درآمد بیشتر گیرن. و خود سوداگران بزرگ که به نظر من عیب اونا در اینجا از 5% تا 10% بیشتر نیست، اونا قیمت کمی بالا میبرند یا شاید کمی بیشتر بالا برند. در اصل اونا گناهکار کردن سوداگر در تاجر و اینکه بنابر زیاد شدن طلبات قیمت بالا برده به فکر من منطقی نیست. هیچ تاجر کمتر تاجر یافت میشود در دنیا که از یعنی زیاد شدن طلبات قیمت مالش بالا نبرد. این خودش یک عنعنه تجارت این است که وقتی همین مقاله خلقی هم در این باره زیادن که خرد زم کن، نخرد کم کن. و
برای اون که از این به نظر من از این که بالوروی قیمتان در عرفه ایدها جلوگیری شود هیچ راه غیر این که مخود مردم از خرید کنید دست کشد دیگر راه دیگر نیست نه با نظارت دولتی نمیشود کمتر کرد نه با امر فرمان و اون کار دیگر و از طرف دیگر همین به نظر من همین آنانه که همین یک بدعتی که در تاجیکستان آنانه شده اصلا هر یک نفر اصلا این در جنوب کشور در شمار نیست هر یک نفر میخواهد که دسترخوان رو و بین هم مسابقه میکنن که دسترخوان کدام بهتر است باید همین آنانه اصلا یک آنانه بسیار ناخوب است که مردم بنابر گرفتار بودنش به عقده یک عقده ابلهانه میبخشید ابلهانه با اون خاطر که همه کوشش میکنن از دیگری بیشتر دسترخوان کنند یا که دیگران نخندن مردم طعنه نکنند آخرین داروش نمیگیرند یا که قرض میکنند و بازار میرند و با همین آخرین پولاشون و پول قرض خرید میکنند در نتیجه قیمت ها بالا میرند و در اینجا برای چی عیب سوداگر نیست مثلا عیب منابریستا که اینجا دیگر مسئله است لیکن عیب سوداگری بزرگ برای چی نیست مثلا شما تصور کنید که شما سوداگرید همین هر یک بیننده مثلا تصور کنید که سوداگری بزرگ است و میدوند که در قبل از اید 2 3 روز امکان سودای بسیار خوب دارد اما بعد اید 2 ماه 3 ماه اصلا سوداش ممکن 10-15% از بیشتر شود یعنی مردم تمام داراییش در همین یک هفته 3 روز 4 روز مصرف میکنند و دیگه امکان خریداریش بسیار کم میشود و 1 ماه 2 ماه 3 ماه بسیار کمتر از قبل خرید میکنند در نتیجه سوداگر باید همین فروش 2 ماهش در همین 1-2 روز یا 1 هفته انجام دهد و همون درآمد 2-3 ماهش به دست آورد برای اینکه 2-3 ماه آینده وی انداز میسپارد اجاره پولی میسپارد و چندین خراجات دیگر دارد اما سوداش به مراتب کمتر از پیشتر است که باید از همین سودای 1 هفته به قبل از این جبران کنند اکنون یک سوداگری پیدا شد که مثلا انصاف کرد خیلی انصاف کرد قیمت بالا نبرد و مالش در 1 ساعت فروخت تمام کرد در نتیجه او همون ندباف که به تاجیکی میشه خلاص همین بالا نرخی که 5% اضافه پولی که گذاشت 5% یا 2% یا 3% فایده که گرفت این فایده خراجات 2-3 ماه آینده و نمیپوشاند و باید همین اضافه پولیش خیلی بیشتر از روزهای دیگر کند چون خراجات و ضررهای 2-3 ماه بدون سوداش رو پوشاند بنابراین در اینجا گناهکار کردن سوداگر حتی بسیار بعضی نفرات که زیایی میتراشند بسیار به همین مسئله ها هر سال میتوزند و شاهد ما هستیم که با تحقیر میکوشند از این استفاده برند از همین شعوری به وجود آمده مردم و حتی این ساق میدیم به سمتی اسلامیگی مردم یعنی ایمان ریش مردم سطر مردم این کار آمدن میکنن اونو ندونسته نمیتونن که یعنی چون که در این باره بسیار تحقیقات ها انجام میشود بسیار تحلیل ها نوشته میشود ندونسته نمیتونن که در اینجا سوداگر عیبش کمتر از مردم و از مناپریستا است لیکن میکوشن که خیلی که شما ذکر کردید یا خیلی سیاهی نمو ها میکوشن که عیب بالای در همین جمع بالای ریشدار و صدردار و مردمی ایماندار گذارن در حالی که میدونن که چنین نیست اما میکوشن از همین فرصت استفاده کنن و زهرشون بالای مردم مسلمان چپونن برای اونها چی فایده داره همین عمدن همین مسئله رو بررسی کردن خب اونها یک عقده دارن عقدهشون همین دشمنیشون با مردم مسلمان با مردم ایماندار و ریشدار و صدردار است و میکوشن که از هر فرصت استفاده کنن و زهرشون چپونن و با همین کار میکنن این یک گروه معین است چند نفر و نماشون ذکر نمیکنم با که نماشون چی لایق ذکر کردن هم ندارد لیکن از برگردیم به مسئله خودی نرخ در اینجا یعنی چون گفتم سوداگران گناهکار کردن سوداگر بزرگ به من بسیار کاری غیر منطقی است همون نفرایی که سوداگرای گناهکار میکنن باید اول خودشون گناهکار کنن و به خودشون شینند و به خودشون سوال دارن که چرا من باید همین دسترخوان
رو بیشتر پاسخش هم این است که میگن مردم میخندن، مردم طعنه میکنن که فلانی دسترخوان نآورد، فلانی افطار نداد، فلانی دسترخوانش از دسترخوان فلانی دیگر بدتر بود و به همین خاطر آخرین دارویش مصرف میکنن، قرض میکنن، مصرف میکنن و باز میروند در مثلا شبکه‌های اجتماعی، در کوچه و نقلیات و در جمع محفل ها و سوداگران و تاجران لعنت میفرستن که اینو نرخ قیمت کردن. در نتیجه من اینا امروز گلوس قبل از 45 سوم خریدم، همین چند روز پیش دیدم مثلا مغز اینجا من یک چیز رو پرسیدنیم در بعضی کشورهای مترقی خصوصا مثلا گریم در ترکیه در اونجا زندگی کردیم دیدیم که بعضی بسیاری از شرکت ها هست در بازار تخفیف اعلان میکنن، مثلا گریم نرخ رو به جای اون که بالا برند روزهایی که طلبات مردم زیاد است برعکس روزهای عیدهای مبارک مثلا گریم پایین میبرن. اونها با چه شرایط پایین میبرند؟ میدونن که مردم بسیار طلبات دارد. اینجا مسئله برمیگردد باز به همون مونوپولی. اینجا وقتی مونوپولی نیست شرکت ها بین هم رقابت دارند و اونا میکوشن که وقتی طلبات زیاد هرچی بیشتر مال فروشن، در نتیجه همین رقابت باعث میشد که اونا تخفیف اعلام کنن برای اینکه مال بیشتر فروشن. وقتی که شما مثلا جوی 1 تن فرض کردیم چهارمغز فروختن با 10 سوم فایده، 10 تن چهارمغز با 3 سوم فایده فروشید، خیلی فایده شما بیشتر میشه. برای همین خاطر اونا میکوشن که با استفاده از طلبات زیاد همین تخفیف اعلام کنند و فروش بیشتر داشته باشن. اما در تاجیکستان که همه این چیزهای محصولاتی طلبات اول در دست یک گروه مونوپولیست است، برای اونا کسی رقابت ندارد و خودشون نخوشون بیان میکنن. اونا برعکس میکوشن که با استفاده از این فرصت درآمد بیشتر گیرند. به نظر من یگانه در مسئله اینکه مردم در آرستن دسترخوان بین همدیگر رقابت میکنن، همینجا من یک چیز رو میخوام فکر هر دوتون رو بدونم. ببینید در همین کشورهایی که باورمند مثلا به دین خریستانی به دین نصرانی هستند، در روزهای عیدی دینیشان اونها اینقدر زیاد از بازار خرید نمیکنند و بیشتر با هنرهای دستی خود دسترخوان خود رو آرام میکنند. مثلا گریم تخم های رنگه میکنن، هر گونه شیرینی میپزن، مثلا گریم بیشتر با نان سر کار میکنن، نان های هر گونه مثلا گریم قنددار، بی قند، بالاش خوشرو کردگی، همین خیلی بیشتر هنر خود رو استفاده میبرن. اگر چرا ما در تاجیکستان همین مسئله رو پیش نبیاریم که بیشتر با مردم پیشنهاد کرده شود که در همین شب روز به جای قند و شکلات این خیلی وافلی همین خیلی چیزهایی که اصلا بیشتر مردم حتی دست دراز نمیکند در ترخون مونده میرود، با این مبلغ زیاد صرف میشد. چرا مثلا گریم خودی صاحب خانه زن بیشتر در این روزهای عید هنر دستی خودش رو نشون ندهد؟ مسلمان یک بفرمایید شرافیدین. ببینید چقدر شما قید کردید که در این کشورها رقابت دسترخوان‌ها دیدن نمی شود. من فکر میکنم که البته رقابت در این کشورها نیست و اما طلبات در وقتی عیدهای مثلا عیدهای خریستانی اینا دارند، چند عیدهایی که جشن‌های ملی و دیگر دارند، در البته اینها دسترخوان‌ها می آماده میکنند. در اینجا طلبات ها هم زیاد می شود. وقتی که من اهمیت میتیم در وقت عیدهایشان حتی مغازه ها می روید، در روزهای عادی اگر یک تریچکه داشته باشند میبینید که در روزهای جشنی مرد و زن 2 تا تریچکه رو پر کرده از مغازه میبرویند. یعنی در طلبات در کشوری ما، در کشوری اینها نیست. با فکرم که در روزهای جشنهایشان زیاد است. اما در این کشورها چه که اکه عبدالمنان خط کردن، رقابت آزاد هست، بازار آزاد است و در نتیجه های رقابت هر مغازه پیشنهادی بیشتر میکنند و در روزهای عید تخفیف ها میتین ارزان میکنند که اگر در روز عید
як нафар омад аз мағозаи инҳо хариди бештар кард, ба мазза ва таъми ин маҳсулоти онҳо дил мебандад ва дар рӯзҳои маъмулӣ метавонад ки ин маҳсулотро аз ин мағоза харидорӣ кунад ва аз як тараф ҷалби худи харидорон мизоҷон бошад, аз тарафи дигар чӣ хеле қайд кардан фурӯши бештар аз маҳсулоташон аст ки ҳар мағоза, ҳар ширкатҳои бузург дар назди худашон як барномае доранд ки дар ин рӯзҳо тавонанд моли худашонро бештар ба фурӯш бароранд. Аммо дар Тоҷикистон ин дар дасти як оила, дар як хонавода аст ва ин танзимаш ҳамаш бармегардад ба инҳо. Агар фарзи мисол дар Тоҷикистон ва мисли кишварҳои урупоӣ ва дигар кишварҳо рақобат буд ва ҳар ширкат талош мекард, кӯшиш мекард ки маҳсулоти овардагиашро ба мардум бештар бифурӯшад, дар он ҷо рақобат ба вуҷуд меомад. Ба сабабе ки ин шароит фароҳам оварда нашудааст, албатта ба табу ба хоҳиши ҳамун як хонаводае ки ҳама тиҷорат дар дасти онҳост амалӣ мешавад. оло дар бораи монополия гап задем, бале? масалан гирем бисёр аз чизҳое ки ба Тоҷикистон, масалан гирем маҳсулоти хӯрока ба Тоҷикистон ворид карда мешавад, ҳамин чизҳо мешавад ки дар худи дохили Тоҷикистон истеҳсол кард ва як каме нархи молҳои хӯрокаро поин фуровард, чун нархи боҷи гумруку интиқоли он дигар ва ҳоказоҳо ихтисор мешавад. чаро дар дохили Тоҷикистон ақаллан ҳамин молҳои талаботи ҳаррӯза ва хӯрока ки аз хориҷ ворид карда мешаваду имконияти дар дохил истеҳсол кардани онҳо ҳаст, чаро истеҳсол намешавад? ман инқадар ба иқтисод сарфам намеравам, лекин фикр мекунам ин ҳам бармегардад ба ҳамин монополия, яъне аз истеҳсоли ки дар дохил мешавад монополистон фоида намегиранд. он масалан гирем андозе ки месупорад рост ба буҷа меравад ва фоидае ки ситонида мешавад худи истеҳсолгар фоида мегирад. лекин ба монополисте ки воридоти ин гуна маҳсулотро монополия кардааст ҳеҷ фоида нест. дар ҳамин бора шумо чӣ мегӯед акаи Абдуманон? ба ҳамин хотир ман ки барои ҳамин аз бештар аз воридот дида содирот ба маротиб камтар аст. خب درست که یکی از عاملاش همین است که موnopolist‌ها با این کار موافق نیستند و مقابلت میکنند، لیکن قبل از وجود این موnopolist‌ها، یعنی قبل 10-15 سال پیشتر در تاجیکستان هیچ استحصال نمیشد این چیزها و حالا هم نمیشود و همین نرخ‌ها که در اینجا بالا میرفتن، همین وقتی که موnopolist‌ها نمیدند و مونوپولی نبودن بالا میرفتن. اینجا مثلا جزئیات دیگرش هم هست، سبب‌های دیگر دارد. مثلا بولوروی نرخ اگر ما گیریم که قبلا هم بالا میرفت، اینجا مثلا برمیگردد به اینکه طلبات در همین روزها خیلی بیشتر از پیشنهاد میشود. یعنی حتی در صورت وجود نداشتن مونوپولی هم وارد کنندگان یا استحصال کنندگان امکان تامین مردم به همین حجم محصولات ندارند، برای اینکه مردم در این حرکتی، یعنی کوشش خریداری مردم یا مصرف مردم در این روزها 100 برابر شاید بالاتر میرود از روزهای قبل. اکنون من حساب نکردم یا اون نفر یا اونجا من تحلیل نخوندم که چند بار بیشتر میشه، تخمینا میگم که شاید 100 برابر بالاتر رود. یعنی فعالیت خریداری مردم به بازار میرود و در همین چند روز خیلی بیشتر از قبل خریداری میکند که در نتیجه پیشنهاد امکان تامین طلبات پیدا نمیکند و قیمت ها خود از خود بالا میروند. این قیمت بزرگ نمیشد. مثلا سوداگران امکانی وقتی که مونوپولی نیست، سوداگران امکانی بالا بردن قیمت با مصلحت کردن با هم دیگر ندارند. مثلا سوداگران یک بزرگ مصلحت کردن، فرض کردیم که قیمت بالا میبره، در بزرگ دیگر نمیبرند و مردم به طرف میرند. ولی چون چقدر که گفتیم طلبات از پیشنهاد خیلی بیشتر است، دیگر
هر قیمتی که هست مردم خریداری میکنن و سوداگران دیگه نیاز به مصلحت پیدا نمیکنن با این مصلحت کردن اونجا من از برادر در قبل همینجا شما دوام میتید. من از برادر شراف‌الدین یک چیز پرسیدنی هستم. ببینید آقای عبدالمنان گفتن که طلبات بیشتر از همون محصولاتی که وارد میشود از اون بیشتر است. طلبات از محصولاتی با بازار وارد شونده است. چرا تاجران ما این رو نمیبینند؟ مثلا گریم شرکت ها این رو نمیبینند و وقتی که طلبات هست وابسته به طلبات باید مال استحصال شود. بله چرا در داخل همین کار کرده نمیشود؟ یعنی تاجران ما چرا این رو به حساب نمیگیرند؟ ببینید من در همین ساحه تجارت کار کردگی هستم و آمودگی ما نیز به همین دوره‌های رمضانی بودن. وقتی که ما برای ماه شریف رمضان 2-3 ماه پیشکی مال فرمایش میدادیم و مال 2-3 ماه پیشکی برای محصولات های میامد قناتی و دیگر یعنی آمودگی بودن. آمودگی بود، آمودگی یعنی آمودگی هست در این مسئله. ولی در انا همین حالا عرفه‌ای که زیاد می شود انا همون محصولاتی که ما پیشنهاد میکنیم زیادی میکرد و کمی نه، زیادی میکرد و کمی نه. اما بعضی سوداگران در آن دوره نرخ بالا میبردن. محصولات رو شما محصولات آماده رو خریده آورد به دست سیو میدادید یا اینکه خودتون آماده میکردید؟ نه، ما محصولات رو از خارج فرمایش میدادیم، محصولات میومد ولی این محصولات با نظر داشتیم ماه شریف رمضان، با نظر داشتیم ماهی عیدها قرار میگرفت. بله مقصد در ماه شریف رمضان. دیگر پرسیدنیم برادر شراف‌الدین، ببینید من پرسیدنیم که همین محصولات چرا از دست یکم توسط دست دوم باید به مردم همچون دست سوم داده شود؟ حالا که همین فرصت وجود دارد که تاجر در تاجیکستان هست، تاجر دیده ایستاده است که به همین مالش مثلا اگر مال طلبات نداشته که باشد مال استحصال نمیکنی. تاجر دیده ایستاده است، شرکت ها دیده ایستادن مثلا اگر می شود که همین گونه بیزنس رو به راه ماند، نه اینکه مثلا اگر میون رفت شد بین دست یکم بین دست سوم، بلکه می شود که دست یکم بود در داخل تاجیکستان بدون انتخاب. برای چی همین کار رو کمتر به سوال اول هم مانند است؟ برای چی وقتی که آقای عبدالمنان گفتن که طلبات بیشتر از خود محصولات است، این رو تاجران ما دیده ایستادن، چرا به همین چیز اهمیت نمیدهند وقتی که طلبات هست؟ من این رو از شما پرسیدنیم. فرض مثال شما 10 واگن مال وارد میکنید به تاجیکستان، شما امکانی اون رو به میزاجان رساندن ندارید و شما به دست دوم اینا واگذار میکنید و دست دوم آمده از شما این محصولات خریداری میکنند و دست دوم دیگر میرود نرخ رو در بازار میگذارد. اصلی قضیه ای که امروز محصولات تاجیکستان خیلی بالا رفتگی است در دست یکم است، نه در دست دوم. به خاطری که دست یکم وقتی که میزاجی که میاد از بازار، سوداگرانی که از بازار میان از جای یک لوح فروشی مال میخرند، اگر این نقطه های یک لوح فروشی 10 نقطه باشد، 10 نقطه و یک مال رو برای آن چکانه فروشی که در بازار میشیند سودا میکند، اگر همین نقطه های دسترسی مال به 10 نفر وابسته باشد، این 10 نفر عمده فروش بین خود رقابت میکنند، در نتیجه نرخ آنها پایان میآید. وقتی که یک نفر هست، یک نفر عمده فروش است، دختر پرزیدنت تخمینه رحمان گوشتی مرغ میارد محصولات میگوید که شما 38 تومان 35 تومان خرید و این چکانه فروشی که میاد مغازه دارد نمیدونم 200 کیلو گوشت مرغ رو میخرد، این میبرد 2 سوم دیگه باش میموند 40 سوم میفروشد 38 سوم. اگر که به مثل تخمینه رحمان و 10 تا دیگر بود، گوشت مرغ 38 سوم نبود و 20 سوم بود، به خاطری که در نتیجه رقابت 20 نفر عمده فروشی که 1 سوم ارزانتر پیشنهاد میکند همه رفته از
اون یک سوم ارزانتر محصولات رو خریداری میکنند. به سببی که در بین خود عمده فروش ها، یک لوح فروش ها رقابت نیست و رقابت را در بازار چکنه فروشی تامین کردن غیر امکان است. آن چیزی که امروز مشکلاتی که ما داریم، یک لخت فروش های ما در داخل اینها یک دسته خورده هستند که فرض مثال وقتی که یک محصولات را تخمینه رحمان و به بازار تاجیکستان وارد میکند، شمس‌الله صاحبوف حق این محصولات را وارد کردن ندارد. یا زایر محمد زایر فرزندش به بعضی این تجارت ها مشغول است و اگر که زایر یک محصولاتی را به تاجیکستان وارد کرد، دیگر دامادش این محصولات را وارد کردن ندارد. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که تعیین کننده نرخ باید محمد زایر باشد. وقتی که این نقطه های یک لوح فروشی به دست یک نفر می افتد، یک نفر تعیین میکند و مشکل دیگر در بازار چکنه فروشی نیست. مشکل ما در بازار یک لوح فروشی است که آنها در دست دختران و فرزندان رحمان قرار دارند. تشکر آقای عبدالمنان. همین سوال من، فکر شما چی است؟ اینجا گپ نه تنها درباره محصولات میرن، مثلا برادر شرافدین گفتن که ما بیشتر از اون چی طلبات بود وارد میکردیم، لیکن به همون وجود هم قیمت ها بالا میرفتن. اینجا گپ درباره خود اینفراستراکچور هم میرد. بیشتر در این مسئله حاضر گپ درباره مول بیشتر تاثیر حالا بیشتر بودن یا کمتر بودن مول نیست. گپ درباره خود اینفراستراکچور همین فروشی، یعنی مغازه بازارهای هست که اونا طلبات مردم بنابر مثلا شما تصور کنید که همین در زمان غیر ایدی، در زمان پایان بودن طلبات همین موضوع مغازه وجود دارن و در وقتی که طلبات 100 برابر هم زیاد شد، همون بازار همون مغازه زیادتر، یعنی شمار بازار و مغازه و فروشنده بیشتر نمیشه، یعنی همون شمار باقی میمونه. در نتیجه اونا با وجودی حتی اینکه مالشون بیشتر هم باشد، یعنی مال در دست مونوپولیست‌ها باشد، در دست اونا بیشتر هم باشد، اونا امکانی تامین خریدار در همین فرصت با همین مال ندارن. یعنی فروشنده در یک روز فرض کردیم امکانی فروشی در خدمت رسانی به 100 خریدار دارد، لیکن در این ایام خریدار با مثلا 500,000 نفر میرسد. فروشنده اسپند نمیکند که نه تامین کند با مال، یعنی حتی وقت نمیاد که فروشد. مال دارد لیکن وقت ندارد. خریدار هم همین یک چیز معین است، بازار معین، مغازه معین که نه زیاد میشد نه کم و همونجا میرد و در نتیجه همین اژیتاژ به وجود میاد و نرخ بالا میروند. فروشنده وقتی دید که 100 نفر نوبت شدن، اون خریدار بیچاره هم میبیند که مثلا 10 خرید فروشنده است و نزد همش نوبت نکرد، کسی نوبت شد میره یک وقت دیگر نوبت میشد. یعنی اگر خویم که ما همین نرخ بالا نروند و محصولات واقع مثلا چیکار شرافتی گفتن در سکتاتو در انبارها محصولات زیاد بودن، همین محصولات فروخته شد و شمار فروشنده ها هم در این مدت چند برابر بیشتر شد که امکانش نیست، امکان وجود نداره. برای همین تمام مسئله برمیگردد به اینکه در این خود مردم گناهگارن که نرخ بالا میرود و در اینجا عیب مونوپولیست‌های سوداگران کمتر است. ببینید من در همین فکر آقای عبدالمنان در یک نقطهش راضی نیستم که از طرف مردم بعضی طلبات زیاد می شود، ولی پیشنهاد به طور ضروری هست. در اینجا یک نقطه است که عیب مونوپولیست اساسی که مال وارد میکند عیب اون است. حالا نرخ و نوا را دو طرفه اگر که در بازار چکنه فروشی این چکنه فروش ها تو یک اندازه وقتی که ما می آوردیم تو یک اندازه محصولات قیمت میشد و بعضی محصولات ها تماما بلکه ارزان هم میشد و خاطر اون دوره‌ای و موسمی بوده که در همون دوره و موسمش استفاده می شود. غیر از این نظر من درباره قبل از مونوپولیست‌ها بالا روی نرخ‌ها بود، یعنی پیش از مونوپولیست‌ها با وجود اومدن نرخ‌ها بالا می‌رفتند. چرا بالا می‌رفتند؟ نظر من در این باره بود، در اینکه مونوپولیست‌ها حاضر گناهگاران در بالا روی اینو شک نیست، لیکن حتی در همین زمان هم وقتی که طلبات زیاد شد اینجا مونوپولیست گناهگار کردن به فکر من 100%
اینجا عیبی مناپلیست موندن منطقی نیست، برای اینکه شما مثلا مناپلیستید، تصور کنید شما مناپلیست فروشنده، وقتی دیدید که مثلا امکان فروشی مالی برای 2 ماه پیشتر میفروخته که در یک روز پیدا شده است و شما 2 ماه دیگر باید استراحت کنید، حتما کوشش میکنید که قیمت بالاتر بره تو اون 2 ماه استراحت جبران کنید. یعنی من نمیگم که عیبی مناپلیست سوداگر نیست، هست، لیکن در عید در رمضان عیب مردم از سوداگر و از مناپلیست بیشتر است. در همین 2 روز دیگر در دیگر وقتها عیب مناپلیست البته. من اصلا مردم رو در اینجا مردم رو در اینجا گناهکار کردنی نیستم، چون مردم طلبات و خواهشش هست و مردم چقدر خواهش و طلبات دارد باید که این تامین کرده شود، ولی این باید که نظارت کرده شود. اگر که در اینجا اگر عمده فروش ها می آمدن رقابت به وجود می آوردن، اینها اگر ارزانتر میکردن نرخ و نواها رو در بازار، من فکر میکنم که نرخ و نوا پایان می آمد، تا یک اندازه پایان می آمد و آن چیزی که امروز ما داریم تا اون اندازه نیست. در دورهای قبلی هم منم یادم هست که نرخ و نوا کمی بالا می رفتن، ولی کمی بود که اون را چندان حس کرده نمیشد. حالا این حس کرده می شود، حالا این دیده می شود. حالا نرخ خود محصولات در دوره غیر ایدی، در دوره معمولی واقعا قیمت است. واقعا اون چیزی که امروز در بازار تاجیکستان پیشنهاد میکنن حتی از بازارهای اروپا و از امریکا و از دیگر کشورها قیمت است. این شهادت پورا از آن میدهد که بازار تاجیکستان پورا در دست یک نفر قرار دارد. این اصلا این تجارت نیست. اون چیزی که امروز دختر و دامادهای رحمانوف در بازار تاجیکستان کرده ایستادن، این اصلا تجارت، نام این را تجارت گفتن غلط است، چون این غارت است. نام این عملکرد خاندان رحمان را همچون تجارت بالای مردم تاجیکستان دانسته می شود و این رو هیچ وقت ما نمیتونیم رقابت یا مونوپولیست، این رو هم اینها رو هم من مونوپولیست نمیدونم و هر جایی که مونوپولیست ها بودن تا یک اندازه رحم و شفقت بود و آنها بازار رو در اختیار خود میگرفتن، تا اندازه این رقابت و صفت رو نگاه میگیرد. امروز محصولات تاجیکستان نه صفت دارد، نه نرخش با اون پیشنهادشون درست میاد. این واقعا یک تجارت نه، بلکه یک غارتگری بالای مردم تاجیکستان رفته ایستاده است. خب دوستان عزیز، چند نفر با ما همراه شدن. یک نفر میگویند اینجا چند مسئله وجود دارد، بشنویم چی مسئله وجود داشته باشد. بفرمایید. در اینجا یک چند مسئله وجود دارد، بفرمایید. بعد از آن کلاب 44. لبای. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آوازی من هست؟ هست، صدایتون هست. چی مسئله در اینجا وجود دارد می گفتید؟ در اینجا اولا به همه بینندگان و به شمایان پیشرفت را تمنا دارم. اکنون در اینجا مونوپولیا چخل که شما قید کردتون، در اینجا دست اول گناهکار است. من در شرکت های بزرگ همچون منیجر کار کردم. در آنجا به ما میدهند مال رو میدهند، ما میگیریم، لیکن در آنجا مهلتی آن مال ها گذشته است. اگر نگرفتیم، مثلا به مقداری هر یک، اگر فیرما های بزرگ باشند، مغازین مغازه 1000 سامان مجبور هستند که باید که مال های صفتش گذشته بگیرن. لبای صدایتون تازه می شود، بفرمایید. بعد چی می شود؟ باید 2000 سامان اگر اتکاس کردید، از همون مال نگرفتید، به شما عموما مال نمیدین. مال ندادن، بعد شما مجبور میشوید به بازار میروید، الکی دست دوم میشوید. من
مثال از بازار گرفتم دستی سوم میشوم بعد خریدار دستی چهارم میشود الکی نرخ قیمت شد هم صفت باز پس شد در اینجا رول اساسی را بازی میکند این خودی دست یکم همین دامادای امامعلی رحمان است که ظلم اساسی را خود همین رژیم کرده ایستاده است که الکی نرخ گذاری هم مجبور خواهی بگیر نخواهی نگیر نگرفتی الکی دستی سوم میگیرید خواهید و نخواهید نرختون قیمت میشود باز وقتی که نگرفتید مناسبت از دیگر جا گرفت یافتید اگر یافتید الکی کمیته انداز می آید تا همین درجه ما رو مجبور کردن باز آقا مسئله دیگر وجود دارد نه من اکنون همین چیزها رو خودم دیدم همین چیزها رو به شما گفته ایستادم تشکر حالا باز کولوب 44 رو میشنویم بعد باز به کارشناسان برمیگردیم کولوب 44 در اینجا یک چند مسئله دیگر وجود دارد یک سوال داشتم بفرمایید صدای من دارن در یک چند مسئله دیگر وجود دارد همون برامتا هستند گابدا کشاورزی گابدا با گام میزنم گابدا خب اولا گفتن که انداز فشار میآورد مقامات انداز چگونه فشار میآورد و چی خواهش میکند که شما باید از دامادای رحمانوف این محصولات ها رو خریداری کنید من راستی همین رو نفهمیدم میخواستم همین رو دقیق کنم که یعنی مقامات انداز نیز با آنها فشار میآورد تا اینکه از محصولات پیشنهاد کرده داماد رحمان خرند حالا من اینجا همین مسئله رو به قید گرفتم میخواستم سوال تام فقط همین سوال شما رو بدهم حالا بیایید کلوب 44 صحبت کنن اون کس زود خارج شدند سلام علیکم اکای شاوخان و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سودین خوبه اکای شرفدین امیدوارم خودتون هم خوب باشید ای برادر عبدالمونه که سلام با آمد برادرو چخیل اکای شرفدین گابزه اکای شرفدین نشوتی همین کارو کاگه میدونم یک گویله انصاف نیست انصاف در کار اکای شاوخان همین چیز در همین توجیکستان وارد میشه در همین توجیکستان یک گودم گپ اکای شرفدین حقیقت داره این برادر گفت که خلق نگوره نه خلق نگوره نیست خلق میترسه خلق حکومتی و این جقیدگی میترسون دادگی میترسونشون برای یک گویله همه با یک گویله خدمت میکنن یک چی میکنه یک بیزنس کرده چی نه اینجا کارشناس ما برادر عبدالمنان شریف گفتن که مردم برای این گناهکار است که در همه روز به بازار میریزند نه گپش تو اگر ما چی میکنم برای که وینوجا چیکار کنه برای که ای باشید ما در اومگه باید بکنیم کم بغلشان میکنه باشانی باید بکنه اکی این دو رفته اگر این برادر قید کرد گفت که نگوره نه این میشوام خیلی باید بکنه خلق برای همین انا یک گویله همه را هم خیلی میجخیدگی قیمت میکنه میفروشه این یک گرده یک برابر قیمت که 150 مینی بود و 300 یک برابر دیگه دبلش مونده اینا میگه که انصاف گاری نیست اکا شاوخان انصاف هست همونه انصاف وافشه نیست در همین انسانو یا اگر حرام خرم بگه میشه حرام خری ای خداوند هیچ وقت نمیبخشم یورا ما بخدا همین چیزاش ما تماشا میکنم بالش که همین حقیقتم خوزکور علالکور خدا ترسوده چی برشونده هستم تشکر زیاد برادر شرافتی نگاوان باشه موجه همه اگه با شرافتی نبگم اکا شرافتی همه کانال شما ما برو من گابزم او بلوک کاگین شما نه ما در کانال نه کانال ما لبوش میدونم کانال شما نتونست قطعا ما عادی بولده هر نمی کانال داریم
نمیدونم راستی وقتی که بسیار وارد می شود да панотон ба худо қиловани мегӯабон тошанд تشکر به شما برادر شراف‌الدین استعفا اموالی وارد شدند سوالاتون رو تکرار میکردید در اینجا یک چند مسئله وجود دارد هستند بپرسید خوب سوال اولین من همین است که یعنی این برادر یک چیز رو قید کردن که در اونجا مقامات انداز نیز فشار میآورد روشان یعنی هدف از فشار آوردن مقامات انداز چی است قول شما در اینجا پرتنزی همه اندازها رو شما سپردید لیکن مجبورا شما رو اشتراف میکنن مجبوری شما باید که 5000 تومان بدید خواهید و نخواهید نه این فشار سنی است و در حالت همکاری نکردن با شرکت های داماد رحمان است یا چی خیر بله سنی است حتی لیپستانسی هم همین گونه اشتراف کرد یعنی هدفمندانه این مقامات ها را به خاطر فشار آوردن آنهایی که دیگر از مال و محصولات خانواده استفاده نکنند در آن صورت این مقامات ها را به جان این آدم روان میکنند تا اینکه فشار بیارند و مجبور شدند که آنها همکاری کنند با خانواده رحمان اینجا به طوری автоматик شما الکی بانکرات میشه اینجا یک سوال به میان اومد این برادر گفت که توسط دست یکم که بسیار چی گویم پشتیبانی بزرگ دارد مالهای صفت پست داخل تاجیکستان می شود بله مالهای پست داخل تاجیکستان شد لیکن ما در تلویزیون ها میبینیم در رسانه ها میخونیم که حکومت جمهوری تاجیکستان من همین سن اپیتستانسیا یا که مقاماتی که نهادی که به صفت مال نگاهی بین میکند نظارت میکند چندین تن گوشت مرغ را صاحبش را دستگیر کرده است و گوشت مرغ را نابود کرده است یا اینکه ماهی را همین خیل کردند یا که چندین قدر مالهای پستیفاد را بازداشت کردند و آنها را نابود کردند و صاحبش را جریمه کردند این برادر میگوید که و شما برادر شراف‌الدین هم و شما هم رزوگی خود را دادید که و گفتید که به این گپ طرف دارید و واقعا مال کالایی که به تاجیکستان وارد می شود منوپولی است و شخصانی مخصوص وارد میکنند و این شخصا را برادر شراف‌الدین گفتند که شخصانی نزدیک به رئیس جمهور هستند یا اینکه عائله رئیس جمهور است اینها خودشان مال خوراکای پستیفاد را وارد تاجیکستان میکنند یعنی و به دست دویم از دست یکم میگیرند به دست سوم آورده میسپارند و در دست سوم یا در دست چهارم باز دستگیر میکنند با اون رو جریمه کنند خودشان هم این کار رو میکنند یعنی فکر شما چی هست که عبدالمنان یا اینکه اینجا شاید جزا وجود داشته باشد که کسانی که به اینها گوش نمیکنند و خودشان مستقلانه مال وارد میکنند شاید این یک نبود جزا باشد چی؟ بله من روزی هم به همین نظر آخر که شاید اینجا اونهای مال اونهای مصادره نابود کرده شود که به اجازت نفرهای منوپولیسم ما رو وارد میکنند و دستگیر میشوند یا اینجا چی دیگر هم وجود داشته میشن مثلا یک جزای دیگر چیکاری که برادر قید کرد برادر گوزگاو زیزاد قید کرد که وقتی که شما از منوپولیستا بار نمیگیرید شما صدای ما قطع نشد؟ نه صداتون هست وقتی که شما از منوپولیستا بار نمیگیرید شما با هر رو جزا میتونید با روی گمرک اندوز اینا امکان دارد که مثلا یک نفر همین بار از نو گرفته است لیکن با یگان خلاف دیگر کرده است که باید جزا داشته شود در نتیجه همون سنپیستانسی میرد و مولش مصادره یعنی چی میگه نابود میسازد اینجا یعنی چهاره‌های زیادی چی وجود داشته میتونه امکان یعنی جزاتی یا که نابودسازی مال یا که میشد که خودی همین منوپولیست وقتی که مالش از حد زیاد مثلا چی شد مالش گذشت و ویران شد سنپیستان دعوت کرد که همین نابود کن و
افدادم یگون یعنی اونا باین هم که چی دارن روابط دارن مناسبات دارن میتونن اون سنه پیش از اینکه که ما مور نابود کنیم برای خودت یک کار ایجاد کنیم یک اصابت آن دیگه یعنی اینجا چیز ایجاد میتونه باشه. ببینید من اینجا یک تاریخچه رو به یاد میارم. سال 2013 بود من یک دکانچه کتاب فروشی داشتم. پیش من آمدن از مقامات ناحیه آمدن گفتن که ما یک جرم از شما کشف میکنیم و با ما پلان معین شده است، بیایید همینه وزایمپانی یکتی یک دیگر فهمی کتی حل کنیم. ما شما 400 گریم 400 چی میگن 400 سومونی 400 سومونیش طرف میکنیم، جریمه میبندیم، شما 400 سومونی برده میسپورید، شما تمام خلاص. لیکن اگر از همین سرکشی کنید به خودتون مضمون میافته. وقتی که آنها این طلبات رو کردن من رد کردم. من گفتم که من همه کارم رو قانونی میکنم، همه حجت هایم رو درست میکنم و در حجت هایم کمبودی نیست، همه صد است و هیچ وقت من بیهوده 400 سومونی نمیسپرم. و اونها بعد از 2 روز یا 3 روزش طرف من 2 نهاد را فرستادن. یک نهاد دیزبیورو بود، نهاد دیگر سان اپیدستانسیه. دیزبیورو اومد مرا به خاطر آن جریمه بست که من در دکان کتاب فروشیم جای دستشویی ندارم. یعنی اونجا من خوراکه نمیفروشم، یگان نون نمیفروشم، یگان چیزی خوراکه نمیفروشم، دکان کتاب فروش است. دیزبیورو آمد مرا به خاطر آن جریمه بست که من در اونجا جای شستشو ندارم و طول 1 سال 2 سال است که من دکان کتاب فروشم رو دیزینفکسیون نکردم. بعد سان اپیدستانسیه آمد مرا گفت که کتاب هایی که تو فروخته ایستادی نوشتجات هایش به نور نوشته شده اند. این کتاب هایی که تو نوشته تو به فروش برآورده ای نوشتجات هایش به نور فروختن، به چشم کودکان به چشم خواننده ضرر میکند و ما باید این را آسانجش گذرانیم. آنها گرفتن کتاب های مرا بردن در اپیدستانس ماندن و چند روز گذشت. وقتی که من رفتم آنها رو پرسیدم که کتاب های من چی شد، گفتن که همون اسبابی که خیره کردن یا نکردنی چشم کتابخوان رو میسنجد ما نداشتیم، ما آن رو به ولایت فرستادیم کتاب های مرا. بعد چند وقت گذشت، حالا این در این باره رادیوی آزادی هم نویس است، حالا در از رادیو آزادی میتوانید رو پیدا کرد. بعد چند وقت گذشت فهمیده می شود که همین اسباب تشخیصی که باید خیره کردن یا نکردن چشم خواننده رو بسنجد در تاجیکستان وجود نداشته است، تنها در تاشکند وجود داشته است. ببینید تنها در تاشکند همین شاید وجود داشته باشد. چیزی که به من رساندن همیشه در این میان همون کتاب های من هم گم شد و مرا سان اپیدستانس به سود داد و 4000 سومونی مرا جریمه بستند. ولی همون کیفتانس اوز در من هستند. 4000 سومون مرا جریمه بستند و یعنی با جای آن که من 400 سومون سپرم اکنون باید 4000 سومون سپرم و وقتی که سرکشی کردم نسپریدم سان اپیدستانس مرا به سود داد و توسط سود 4000 سومونی رو از من رویانیده گرفت. یعنی به سود دادن و سود مرا تهدید کرد که اگر این 4000 سومونی رو نسپردی دکان کتاب فروشیت رو مخفی میکنیم، دیگه تجارت هایت رو میبندیم و هوکزا. بعد من این 4000 سومون رو سپردم و اگر همین شرایطی من در تمام همین تاجرهای تاجیکستان باشد، اگر وجود داشته باشد، پس از این میبروید که واقعا حالتی
تجارتی تاجیکستان، یعنی حالت یعنی شرایط صاحبکاری تاجیکستان در یک حالت مجازاتی قرار دارد. در یک حالت مجازاتی قرار دارد. در مثلا گریم بجای اون که با تخفیف فایزهای بانکی مثلا گریم قرضهای بانکی صاحبکار تشویق شود، هوسمند شود، تخفیف ها در انداز باشد، مثلا گریم یک مراتوری ها در انداز باشد، بیشتر تاجر در حالت چه قرار میگیرد؟ در حالت مجازاتی قرار میگیرد. این هم میتواند سبب باشد که نرخ بالا روند. مثلا گریم تاجری که 4000 سامان می جریمه سپارید، حتما وی را از کیسش نمی سپارد، مجبور می شود که با بالای مالهای میفروختش همین 4000 سامان را ضم کند. برای چی؟ حاضر ببینید در تاجیکستان آمارها وجود دارد که هر سال صدها هزارها نفر صاحبکاران ترک تجارت میکنند به خاطر آنکه سیاست تشویق کننده در تاجیکستان وجود ندارد. سیاست ها بیشتر مجازاتی هستند. اما برای چی؟ سوال اینجاست که از هر دوتون میخوام بپرسم که برای چی تاجیکستان سیاست تشویق کننده رو میماند، سیاست مجازاتی رو پیش میگیرد؟ سبب در چی است؟ اکای عبدالمنون میگفته دوام. سبب پیش از همه در سیستم است. سیستم خراب است اینجا و شما حضور ببینید مثلا یک رئیسی شعبه انداز در یک ناحیه فرض کنیم 3000 سومانی معاش میگیرد یا یک کارمند انداز 1500 2000 معاش میگیرد. ما تمام همین کارمندهای دولتی که به همین اونها خیلی یک با همین چیز دخل دارند، همین مقدار دخل چیز کارمندانی اگر دخل ندارند و بعد شما به سود به دادگاه کشیده میشن و میرود به اونجا، اینا هم دخل دارند به این مسئله که 2000 سومانی معاش دارند. و وقتی که یک کارمند انداز 2000 سوم معاش دارد، ما بزن قانون زیاد قبول میشه از طرف دولت که یعنی مراتوری این تفتیش نشدن این چیزها یا که تشویق اینا قانون زیاد قبول میشه که اجرا نمیشه. برای چی؟ برای مثلا در مثال یک کارمند انداز میگیریم، اینه که کارمند انداز 2000 معاش میگیرد و باید از طبق قانون قرار کرده دولت باید سوداگر تاجر استحصال کننده تشویق کند برای کار فعالیت بیشتر کردن، برای تخفیف یا جریمه نکند و تفتیش نکند، لیکن خودش باید به همین 2000 زندگی کند. و برای وارد شدن به کارمند همچون کارگر انداز به کار ایستادن $5000 مثلا رشوه داده است و باید این $5000 اول برارد، بعد 1500 که زندگیش نمیگذارد باید حداقل 5-6 هزار درآمد داشته باشد. بعد وقتی که آدم چند بار باره گرفت و رشوه گرفتند و کارهای حرام دست داد، این چیز زیادتر میشه و در نتیجه سیستم همین خیلی برای افتاده است که هم تمام کارها میرود به سمت تأمین کیسه کارمند دولتی. یعنی کارمند دولتی فقط درباره تأمین کیسه خودش میکنند، درباره تشویق صاحب کار، درباره زیادشون استحصال در حالی که 1500 ماهانه دارد و هیچ فایده ندارد، یا که سوداگر فایدهش بیشتر شدن، یک صاحب مغازه یا یک تاجر یا یک استحصال کننده فایدهش بیشتر شدن با کارمند اندازه که 1000 ماهانه میگیرد چه فایده نداره. یا با دادگاه با دادرسی که شما رو مثلا 4000 سومانی جریمه کرد، تشویق شما با کار راننده یعنی همین مان کردن جریمه، یعنی رد کردن جریمه سانیپیتسانسیا با اون کارگری سود هیچ فایده ندارد، برای اینکه و 1500 ماهانه میگیرد. باید که همین ماهانه‌اش از حساب‌های دیگر، حساب رشوه اینو درآمدش 5-6 هزار کنه، در نتیجه تمام چیز برمیگردد و همین که سیستم برای پول کردن کیسه کارمندان و کیسه منصبداران کار میکنن، نه برای پیشرفت اقتصاد و این چیزا. خب ما با فکرم از مسئله کمی دورتر رفتیم. اگر اجازه باشه من به اون مسئله اول کمی برگردم، چون که به نظر من یک از مسئله مهم موند اونجا. ما
گناهگار میکنیم اساسا کارمندای دولتی مثلا کارمند اندوز گمرک اندوز به خودی سیستم به خودی حکومت در این مسئله و همیشه فراموش میکنیم که عیب مردم در همه همین حالات کمتر از اونو نیست. چقدر که در ایتو مثال واضحش گفتیم که در ایت مردم به خاطر یک بدعت تمام جهان از این گونه خداها از این گونه بدعت ها کایها خلاص شده است. یعنی مردم میخندد به من برای اینکه دستاخون نکردم یا همسایم طعنه میکند. این چیز علاقه جهان از این چیزا 100 سال 200 سال پیش از برش گذشته بود. حتی همسایه و همین دیگر هم مذهبای هم نزدیکای ما از این کارها دست کشیدند. همین ما موندگیم که همین گونه خدا همین گونه یک بدعتی ضررآوری که هم به کیسه هم به نرو ضرر میکند و همین خاطر تمام زندگی ما رو مصرف میکنه. شما ببینید یک ضرری یک دسترخوان برای اینکه من فهمو شود که من برای چی مردم گناهگار میگم فهموده شد. من مثال میگم یک دسترخوان یک نفر دسترخوان کنه یک نفر کمبغل به خاطر نخندیده یک همسایه بایجی و من یک همسایه کمبغل نباشد به خاطر طعنه نکردن مردم دسترخوان میکنه. دسترخوانش فرض کنیم $200 خودش پول نداره راست قرض میکنه $200 یا همین همگی $200 پول داره که اونو مصرف کرد برای همین دسترخوانش. این نفر برای اون که همین $200 در تاجیکستان عادتاً پس از نماز دست جمعی عید قربان گاب زنید جمع کند خیلی باید زحمت کشد. غیر اینکه زحمت میکشد غیر اینکه مهنت زیاد میکند برای این $200 و خیلی چی عصباش خراب میشه در همین رو. یعنی آدم قرضدار بسیار مشکلی زیاد به سرش بار میاد مشکلی روانی زیاد به سرش میاد و در نتیجه همین یک مشکلی روانی سراسری فقط از همین اید در مردم پیدا میشود و همین نتیجه‌ای که ما میبینیم مردم خودش شکایت میکنند خود دشنام میکنند اینا همش همین نتیجه مشکلی روانی است که در نتیجه قرض کردن یا آخرین دورش سر کردن برای یک دسترخوان برای یک بدعتی که اصلا نه ثواب دارد برای گناه است. به نظر من آدمی که همین کارو میکنه گناه به گناه عظیم گرفتار میشه برای اینکه همین $200 یا $300 حتی با یک آدم گفتن که آدم‌ها هستن که $1000 برای دسترخوان مصرف میکنن. همین $200 که برای دسترخوان مصرف کرد از دهان کودکاش میگیرد. کودکاش چند ماه به گوشت به مثلا میوه به مغز و چهارمغز به ویتامین‌های اساسی باقی میگذارند برای اینکه یک همسایه‌اش نخندد برای مگر این ابلهی نیست. مگر ابلهی نیست که به خاطر نخندیدن همسایه برای طعنه نکردن مردم فرزند خودت از گوشت از میوه و از تمام ویتامین‌ها محروم کنی و از کتاب مثلا از کتاب محروم کنی از لباس محروم کنی روی فقط برای همین مصرف کنی. این آخر این تماما یک چیزی است که ما باید برکای‌ها از اون دست میکشیدیم 100 سال پیش باید دست میکشیدیم. لیکن حالی ادامه دادن یک برادر گفت که از پدر بابا مونده است ما باید نه آخه برادر اصل 21 است در کوچه مردم از این گاو کای‌ها 300 سال پیش در اروپا اتکاس کردن در آسیای میانه حتی 20 سال شد اتکاس کردن سودان در از کشورهای اسلامی از این کار از بر این کار گذشته سودان. ما کای تو به این با عقل ما به این چیز میرسه که ما برای این خندیدن مردم چی نیست. خیلی فرض کنیم یک نفر طعنه کرد شما یا که خندید از طعنه برام نمیکنن از پس میخندن. خیلی فرض تو طعنه هم کردن که تو دسترخوان نکردی بعد چی؟ بعد از همین طعنه شما فرزندت بی ویتامین شد فرزندت بیمار شد و همین بی ویتامینی نخوردن گوشت نخوردن ویتامین‌های زیاد باعث شده است که بیشتر فرزندای مردم تاجیک بیمار است و کم عقل است یعنی نارسایی چی دارد. از همین برای چی باید ما با این کار کنیم. بعد خودی همین این یک مثالی واضحه که مردم گناهگار است در بالاروی نرخ‌ها حتی در همین عموما بالاروی نرخ‌ها در وجود مونوپولیست در وجود همین خودی مونوپول شدن محصول یا در بودن استحصال در تاجیکستان بیشتر مردم گناهگار است. بنده من وقتی که شما اجازه میدید که یک نفر شما غارت کند یک نفر مونوپول کند و هیچ اعتراض به این نمیکنید غیر اینکه شما دشنام بیچاره سوداگر میکنید غیر اینکه از زندگی میدونید اعتراض به این نمیکنید اینجا چی عیبی این مونوپولیست آدمایی که بخصوص همین تجارت میکنند درآمد میگیرند چی مثلا هم ترامپ سر کنیم یک میلیاردری که رئیس جمهور شد یا میلیاردرهای دیگر که حاضر وجود دارند مثلا
این گوگل و آمازونی که دنیا را گرفته شدن از همین اگر شروع کنیم سوداگری که انصاف کند به خاطر اینکه مردم که ضررش کمتر شده و فایدهش کمتر هم باشد مردم ضرر نرساند این خیلی سوداگر بسیار کم پیدا میشه مثلا ببینید همین آمازون و گوگل و فیسبوک این چیزایی که میلیاردها درآمد دارن لیکن یگون بار نمیگن که مردم مثلا این من 1 میلیارد که من در یک ماه درآمد میگیرم یا 10 میلیارد که من درآمد میگیرم برای فلان قدر کمبغل فلان مقدار گوشت توش میشن اصلا پروایی ندارم برای که و اصلا این کاری به نظر من کاری چندان چی هم نیست کاری بد هم نیست چندان اون شرح زیاد میخواد و مردم است که نباید نظارت کنند مردم اجازه ندهد که مونوپولیست پیدا شود مردم اجازه ندهد که غارت کنند مردم اجازه ندهد که قیمت ها بالا روند خوب مونوپولیست فرض کردیم گوشت مرغ قیمت کرد یا روغن قیمت کرد یا شکر قیمت کرد حتی زمانی که مونوپولیست نبود یا حاضر زمانی که مونوپولیست پیدا شد مثلا شکر قیمت کرد مردم امکانی خوبی همین مقابلت با همین کارو دارند یعنی مردم میتونه که یک ماه از شکر دست کشد یا که مثلا گوشت مرغ قیمت کرد یک ماه از خوردن گوشت مرغ دست کشند مردم همون گوشتای مرغ که همین مونوپولیست آورده در انبارش میپوسد ویران میشن و ضرری 10 برابری میبینند هر کاری که همین یعنی چیزایی که مردم میتونن مقابله کنند اصلا مقابله نمیکنند مردم برعکس با اونا کمک میکنند که خودش غارت کنند بعد میبیاد گریه نوله میگه نه قیمت ما زورم نمیرسید این خیلی این عید رمضان که بدعتایی که عید رمضان در عید فیتر دستورم شده این بدعتایی که نمونه های بسیار عالی اختصاصی مردم ترس مردم از خنده اینا لیکن حتی اینا برای چی گفتم مثلا حتی در عادی در نرخ قیمت های عادی در مونوپول کردن مرغ عادی هم مردم میتونن صد رو شود لیکن نمیشه صد رو و اکنون همین بینه که شما فرض کردیم همین مردم از دست کشید نیم مردم از دسترخوان کشید دست کشید چی میشه یعنی تمام نرخ بالا نمیروند همین چیزی که بود میستد یگون مونوپولیست میلیون ها دلار درآمد کرده نمیتوند همین سیستمی انعنه بدعتی در ایتا بالاروی نرخ شکسته میشد یعنی مردم با یک کوششی نیم کوشش همون هم بر ضرر نه کوششی که هم به فایده خودش است هم به فایده بزرگ هم از یک بدعت دست میکشد هم فرزندوش از گوشت و مغز این چیزای ویتامین میوه و چیزای ویتامین دو سیر میشن فقط همین یک از یک اخته دست کشیدن چقدر فایده داره برای چی ما باید بیایم فقط حکومت گناهگار کنیم که حکومت نرخ بالا برد یا مونوپولیستا بالا برد حکومت با حکومت مسخره میکنیم من خودم این کار تنقید زیاد میکنم که حکومت مصرفای زیاد دارد برای عید و جشن و رقص بازی لیکن مردم از حکومت در اینجا چیتر نیست چی بگم کم گناهکارتر نیست کم گناهدار نیست حکومت مردم از حکومت بیشتر گناه دارد برای چی که ببینید شما عبدالمنان ببینید عرب ها یک چی دارند یک مقال دارند کیف یکون المربی تکون مربا میگویند عرب ها ببینید این کار چه خیلی صورت گرفته شده است همین حکومت و همین رژیم با مردم مول قیمت رو مول پاسیفات رو و با نرخ قیمت پیشنهاد میکند و مردم نامبد پاییده ایستاده این مول رو خریداری میکنند از همین حالت نه فقط تمامی حکومت بلکه یک توده مخصوص و خودی همین یعنی شخصانی نزدیک برای جمهوری کشور از همین سوء استفاده میکنند سوء استفاده رو یک باندیت نه مثلا گریم یک گروهی جنایی نه یک گروهی متشکلی جنایی نه یک قاچاقچی نه همین سوء استفاده از جانب شخصانی نزدیک به شخص اولی رئیس جمهور صورت میگیرد پس شما ببینید چگونه اینجا دیده و دانسته وقتی که حکومت وقتی که رژیم و وقتی که شخصی نزدیک به شخص اول کشور در پیش چشم شخص اول کشور این کار رو
اجرا میکنن شما میگید که با این حکومت گناهگار نیست. من نگفتم حکومت گناهگار نیست. من نگفتم که ما فقط حکومت گناهگار نکنیم در این کار با خودمون هم نظر کنیم که همینجا چرا حکومت به همین مثلا 20 سال پیش حکومت خیر نبود، حکومت خیر قرار نمیکرد مردم، یعنی نفرای نزدیک به رئیس جمهور شما گفته استیز مردم قرار کردن 20 سال پیش کسی اون کار نمیکرد. اونو قدم به قدم به این رسیدن، یعنی مردم یک قدم اجازه داد و دویمش گذاشتن، سومش گذاشتن و رسیدن به همین جو. حاضر مثلا نگاه کنید ما حکومت تانه میکنیم که برای مثلا جشن نوروز در خوجند فرض کنیم 5 میلیون 6 میلیون دلار مصرف کرد، یا که برای جشن 30 سالگی استقلالیت 30 میلیون مصرف کردن است. خود نگاه کنید مردم، خود مردم تاجیکستان اگر فرض کردیم خیلی در شمال کشور چی نیست، این ایدگاردان نیست، در جنوب کشور اگر نیمی از مردم هم کنن حدودی 300-400 هزار خواجگی ایدگاردک دستاخوان میورن و ایدگاردک میکنن و اگر فرض کردیم که مصرفی میونه یک دسترخوان 300 دلار باشد، حدود 100 میلیون دلار فقط برای ایدگاردک، برای یک بدعتی که هم به کیسه هم به شکم، هم به شکم لعنتی هم ضرر دارد. شما در 10 خونه روید خورو خورید اون بیچاره شکم چیکار کند؟ این چی فایده دارد؟ مثلا همین به خودی اگر خوردنش آدمایی که فکر میکنند برای خوردنشون تنه میکنند دیگه چی فایده دارد که شما 10 جور روید شکم پر کنید در یک روز و یک ماه دیگه گرسنه کنید، شما در حالی که معده خراب میکنید. یعنی مردم این نشمونید مردم 100 میلیون دلار مینیمم برای یک عید مصرف میکنن، برای عید 200 میلیون دلار 200 میلیون دلار عید مصرف میکنن. حکومت در یک سال اینقدر مصرف ندارد برای جشنوش. ما حکومت میبینیم تانه میکنیم تنقید میکنیم، من خودم از جمله زیاد تنقید میکنم، لیکن همین چیزا ما به نظر گیریم. من یگون وقت حکومت طرفداری نکردم یا که حمایت نکردم، لیکن اینجا حوض من حمایت نکردم. من گفتم که اینجا عیب فقط در یک طرف نیست، عیب در دو طرف است و عیب مردم از عیب حکومت کمتر نیست. وقتی که اجازه میدهد که خودش غلط کرده شود، اجازه خودش به همین بدعت و به همین اسرافکاری زیادی 100 میلیون دلار در یک روز یعنی چی میکند راه میدهد و چی با ما خیزیم فقط یک طرف گناهگار کنیم. باید این مسائلش هم گفته شود، باید خود مردم اداره اقتصادش، اداره بودجه خودش یاد گیرد، بودجهش اداره کند، بعد خیزد مثلا از دولت طلب کند که پول من مصرف نکنید، اون پولی که دولت مصرف میکند نه پول مردم است و اول خودش یاد گیرد مصرف بودجه چقدر میشه در خونش در دسترخوانش، بعد حکومت طلب کنه، اون وقت میشه منطقی، اون وقت حکومت مجبور میشه که گوش کند و اطاعت کند. لیکن وقتی که مردم چی دو طرف است اون مثل یک طرف گناهگار میکنید و فکر من این چندان چی نیست، عادلانه نیست این کار. یعنی از طرف دیگر باید ما نمیگیم وقتی که درباره عیب مردم یعنی کمبودی مردم شاید بسیاری ها ندونن، فکر نکردن در این باره، نشدن فکر نکردن که این دستاخوانی که من 200 دلار برای پر کردن شکم چند پرخور میورویم کودکم گرسنه میمونن چی فایده دارد؟ یعنی وقتی که مردم اون تانه کرد که این دستاخوان نکرد چی ضرر دارد، هم چیزا شاید فکر نکرد. لیکن وقتی گفته میشه، وقتی ما اینجا میگیم یک نفر دیگه در یک جای دیگه میگه مینویسد، کم کم نفره پیدا میشن که در این بار فکر کنن و از این کار دست کشن و کم کم همین بدعت، همین یک بدعت بسیار ناخوب از من برداشت شد. سلام علیکم برادر، سلام علیکم برادر کورشینوس. من شما رو یک مقطعی گفتم گرفتم. آقای شوکت من برکات شما کی است؟ برادر عبدالرحمن برکاتو. برادر جان ما فقط کورشینوس نیستیم، اونه که انشالله که زندگی را سرپا میریم. من این برادر را بسیار احترام میکردم که در چوره های زندگی اومده کم تر فعالیتشون دیگر کردگن. خوب است که طرفدار نیستید، ما هم انشالله ای رژیم طرفداری نمیکنیم. ناحق مقصد معامله بسیار در زندگی کار نیست، زندگی خوب نیست، فشار است، آزادی سخن نیست دیگر. همین یک سخن یک روش کار گپ شما بود که برای مونیت شدن برای دسترخوان ایدانه. ما میدونم ما طرف شمال هم میدونیم، منطقه شمال که این چیزا جشن نمیگرفتن پیشتر هم چندین سالها مقصد نمیدونم از کدام لحاظ از عقل از دیگر که خنک نظری بر همین یک مقدس دو اید است در انسان، در مسلمان علال خصوص. شما میدونم برادر در راه شریعت خوب همیش داره
дар ҳамин мусалмони мо ду ид аст ҳадиақал. ҳозир як вай ман дар будани шумо мега ки пешгирӣ кунам, ин бидъат аст. чува бародаро минтақаи шимоли мо ҳамин бидъати асосиро ки соли нав аст, медонед ки чӣ қадар арчаву чӣ қадар ин шампанскию ин балу батару ин хлопушкаву ин соли навиро ороиш додан чӣ қадар бидъати бузург ин аст. мисол умуман кардан дар кор нест, чӣ қадар масрафа беҳтар аз тарафи ҷанубу дигар мекунанд ин шимолда. ҳадиақал баъди моҳи шарифи бузург мақсад ки як хурсандӣ як шодӣ ҳадия додан ин аз ҳамун қадимулаён аз ҳамун иншоалло ки ислом хеле афзоиш ёфтагӣ ислом тараққӣ кардагӣ мақсад ҳамин чизо ҳаст ки як ҳадия қати шодӣ кардан пайдо шудагӣ мисол як тарҷам кардани мусалмон бибинанд мақсад ки мусалмонҳо чӣ доранд чӣ мавқеъ доранд чӣ хурсандиҳо дар кадом вақт доранд. ачва ин бидъат будааст мақсаду бародар тарафи шимол медонам ман мисол бародар то ҳамон маҳаллои шуморо иншоалло хуб медонам бародаро бисваст ба тамоми санъат ду баробари расходи ду та иди мусалмониро солинавӣ мекунанд. чува ин бидъат набудад дамира ира гирифтан барои ин сухан наметавонӣ бародар. خب تشکر برادر عزیز. برادر عبدالمنان فکر شما رو در این باره میخوایم گوش کنیم. نه یک لحظه میبخشید یک دیگر هم میگم که اگر برادر عبدالمنان مقصد که سطح اقتصادی ما سطح کارخانه و کارگاهی که هست مثال گیریم مثل روسیه مثال گیریم مثل ترکیه هست که مثال میکنند در سرخانه یک نرخ است بازار مغازین نوبسته ایدوری یا اینکه نوبسته دیگر معرکه داری در همه وقت با استاندارد یا اینکه دیگر شاخه‌هایی که نظارتی هم باید که تحت نظارت بگیرن همین روندو را که محصولات بالا نرود حداقل کوشش میکنن که محصولات پایان رود یک وای میمونن که حتی اندریم مقصد پست میشود نرخ حتی در این روزا اینا موقع نمیگیرن. این در دست حکومت است. اگر همین خیل باشد برادر ما فضا خوب باشد معاش حداقل 300 دلار 400 دلار باشد یک کارگر این یگان مشکلی ندارد در نظر یگان کس نمیتوفد. بهترین است که مقصد دو ایدمو پیشگاز گیریم و یک شادی کنیم. خوب تشکر برادر عبدالمنان. الان نگهبان خدا نگهبان مثلا برمیگردد بین همین ماهانه 300 400 دلار بودن همین چیزو ما اول اینکه برادر عزیز ما درباره بدعت اینجا گپ نمیزنیم. گپ حرف ما از نام برنامه شما شاید دیده باشید نام برنامه که چرا نرخ‌ها در رفع ایت‌ها بالا میروند و حرف ما درباره بالا رفتن نرخ‌ها در اید است. خوش میکنم برادر یگان بار گوش کنید. من یگان بار گپ شما نبریدم و لطفا شما هم نبرید. شما گپ منو بریده گپتون همش گفتید من خاموش شده گوش کنم و شما لطفا گپ نبرید گوش کنید بعد اگر گپ دارید گپ زنید. ما درباره بدعت موضوع بحث امروزه درباره بدعت یا حرام و حلال یا سال نو و این چیزا نیست که شما خیلی اینجا تهانه کنید که برای چی سال نو من نمیگم. گپ درباره بالا رفته نرخ قبل از ایتو و قبل از رمضان نام برنامه اگر نخونید خونید لطفا یک بار دیگه. دویم اینکه وقتی که موضوع ما درباره این است در سوخت من مثلا خودم اصلا شما میگه که اونجا سال نو زیاد جشن میگیرم من راستی اینو مشاهده نکردم خودم که سال نو بیشتر از دیگر جو جشن گیرن شاید در شهرها باشد. من خودم در خوجان زندگی میکردم و همین چیز مشاهده نکردم که از دیگر جو بیشتر کریستان که گپ در این باره نیست. این حرام من به نظر من جشن گرفتن سال نو به همون نوعی که جشن میگیرن حرام است و من به این کمترین چی ندارم. بدعت نیست حرام است اون چیزی که معنی است در این باره سخن در این باره هم نیست ولی سخن درباره بالاروی نرخ وقتی میرود در عرفه نه در عرفه سال نو نه در عرفه ایتو من ندیدم که مثلا در خوجان یا در اون جای ولایت سوق نرخ بالا روند برای که مردم به همین بازارها نمیریزند تا که خریداری کنند یا بالا هم روند کمتر بسیار یعنی نامعلوم است. گپ درباره
شمال و جنوب یا مسئله را به این طرف بردن هم نیست. ما درباره اون صحبت میکنیم که برای چه قیمت ها بودن. و خودتون در آخر بسیار خوب قید کردید که وقتی که مردم $300 $400 میگیرن این مشکل دیگه وجود ندارد و یعنی این مشکل نمیشه. من هم طرفدارم که وقتی که مردم امکانیتش دارد، امکانیتی دستاخونوری دارد و قرض نکرده آخرین دورایش برای صرف نمیکند و همین دسترخوان آرایی با اقتصادش، با بودجه خانواده‌اش، با خوراک کودکانش، با ویتامین کودکانش تاثیر منفی نمیرسونه، خب هر روز دسترخوان بگذار، هر روز دسترخوان کند. دسترخوان یا اون کس نگفته است که دسترخوان نباشد یا که دسترخوان ثواب نیست، دسترخوان من کرده شود. من این چیزایی نگفتم. من اعتراض من به این است که مردم قرض نکند، آخرین دورایش برای دسترخوان صرف نکند تو که دیگران تانش نکنند. وقتی که اصلا همین گونه چیزها یعنی مصرف کردن سراسری در یک وقت یا دسترخوان کشادگی، این خیلی خریداری‌های زیاد و اقتصاد کشور فایده دارد. اقتصاد کشور برد میکند در این وقتها. لیکن وقتی که این چیز با کیسه مردم، با سطح زندگی مردم، با ویتامینی که کودکان باید گیرن تاثیر میرسوند، این چیز بسیار چیزی بد است. اما وقتی که مردم شرایطش دارد و امکانش دارد با سلامتی ضرر نمیکند، مرحمت من طرفدارم که هر روز دسترخوان کند، هر روز راه در بازار با $1000 خرید کند و مصرف کند و اقتصاد کشور بالا برد. وقتی که سودا زیاد میشود، گردش پول زیاد میشود، این به اقتصاد کشور، با بودجه کشور فایده دارد. اما وقتی خیلی که گفتیم با این چی میشود، بر ضرر بودجه عائله میشود، بر ضرر کودکای همون عائله میشود، این علاقه کار خطا و بدعت است. مثلا مصرفی روزی عید رو میباید که باز چند ماه دیگر کار کرد و جبران کرد. اینجا یک نفر به نام آنتیرژیم چند وقت بود پایده ایستاده اند. بفرمایید برادر عبدالرحمن، شما صبر کنید لطفاً چند نفر باز انشالله صحبت میکنید انشالله. آنتیرژیم هستید؟ السلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در اینجا با فکر من اول حکومت گناهگار است. همه چیز رو مونوپولیا میکنن، همه چیز رو قیمت میکنن، بعد برای خریدارا هم میورن در بازار، سوداگرا نرخ رو میبردارن. این عادت شدگی است در خلق ما. هر عید رمضان، عید قربان نرخ ها دوچند میشوند. بله ما همین رو گفته ایستادیم. برای چی؟ برای اون که مونوپولیست ها میارن خوراک چیزهای درکاری رو پیشکی یک ماه پیش تیار میکنن، در اونجا پیش از این اونها رو نرخشون رو میوردارن. این سوداگرهای بازارها میخرن و نرخ قیمت و اونها هم نرخ خود رو میگذارن. خب تشکر به شما برادر عزیز. برادر مهاجر بفرمایید. مهاجر. اکای شفقت برای چی نرخ میخیزه در بازار؟ برای که ما حکومت نداریم. الان ما حکومت نداریم. کدومه بگه که ما در وطن حکومت داریم؟ ما نداریم. چون که یگان برنامه ندارن. فقط با در 10 میلیون اهالی نمیشه و بعد در پیش یک بازار 2 ماشین کرچکر مونه و به همین نرخ ارزان کنه. مناپالیست، این مناپالیست اینا یا جا بستن، اینا همش یا جا بستن. این مناپالیست، بله اینا همش مناپالیستن. نیکه ما الان حکومت نداریم، فقط ریک داریم. تمام حکومت ما در 300 سال یگام برنامه برای ملت تشکیل نکرد که برای ملت آسانی بیاره. یگام انمی برای طرف حکومت گوزنه که ما فلان برنامه کردیم برای مردم همه که آسانی آوردیم. یگان چی نآوردن؟ حکومت 300 سال شد. من همین 30 ساله ایم، 300 سال شد. هر چند قیش دیاد من همین یک قیمت میشوه، گویا که ارزان کرد میبره 2 ماشین کرچکه و پیاز هم میمونه 20 درم نرخ بازار ارزان به همین تمام. با
همه کار همش خودشون میکنن، همه قیمتی و همه را خودشون میکنن. حکومت باید پول جدا کنه، باید پیش عید خرید کنه. رنگ مردم خرید میکنن با ارزانی میگن، حکومت هم باید برنامه داشته باشه خرید کنه که در همون روزای نزدیکی عید بیاره در بازار بدراره و مردم خرید شکنن. نداره رحمانم نداره. داماد جان برو آدمی آزی نبرم آزی مردم آرده بسیار میخرن، نبرم آرده تا بازار بر. دخترم هم میخه، دامادم هم میخه، تمامی نمیخه برنامه. بخشش اکای شفقت من بسیارتر گو زدم. همیخه میگم که با امید برنامه حکومت نشه. حکومت برنامه نداره، ملت حکومت نداره، ملت از خودتان نمونه، ملت کم ترک به خود بیاید. تمام کم ترک. شما وقت گو میزنی حکومت نگه حکومت نداریم. در پناه خدا باشه. خب سلامت باشید برادر عزیز. تو اینجا یک نفر به نام احمد میخوان صحبت کنن. برادر بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سبب نرخ رفتن بازار در جمهوری این خود معلوم است که حکومتدارا یگان برنامه مخصوص ندارن، باید حتما برنامه مخصوص باشد. ولی این برادر گفت که تو دسترخوانی پلان میکنن، مثلا دستخواد میکنن، چند میلیون دلار راست میشه رسخواد میشه. با مقایسه آورد که حکومت برای نوروزی برای چی سوم رسخواد میکند، مبلغ رسخواد میکند. اون مبلغ از حساب کی رسخواد باید کند؟ نوروزی در هیچ قدر کار نیست. اما رسخوادی که از حساب خزینه دولت میکنن برای مردم، برای خودشون میکنن، برای مردم نمیکنن. این با فایده خلق یگان فایده با خلق نیست نوروزی که اونها میکنن. اما خواجگی خلق هم ای بودجه کی میکنه؟ ای بودجه خودش میکنه. او چه حق داره که ای بودجه دولت برای دیگران میکنه، برای خودشون نمایش کردن میکنه؟ و او بودجه دولت او قرضخواد بیکار کردن در پنسیای مردم باید کمتر بردارن، سطح مولکی مردم بردارن که سطح زندگیش سوز شود. او مردمی که نداره هیچگاه نمیخره، هر کس به اندازه همون جیبه که نگاه کرده خره. تشکر به شما خادمی برادر. تشکر به شما، بسیار فکرهای جالب را گفتید. حالا نوبت را به خادم خلق میدیم، بعد یک دو سوال پیدا شده است اینجا به برادر عبدالمنان شیرالیف میدیم ان شاء الله که تا این آماده میشوند. برادر خادم خلق، خادم خلق گپ میزنید؟ برادر عبدالمنان هستید؟ برادر عبدالمنان شیرالیف هستید؟ انشالله که وقت آمدن سوالمون رو میدهیم. ببینید اینجا یک چند فکرهای مختلف به میان آمدند. برای چی نرخ در تاجیکستان قیمت می شود؟ گفتن که منپلیستان نرخ رو معین میکنند. گفتن که تا اندازه به این حکومت گناهکار نیست برای اینکه بیشتر خودی مردم به بازار رجوع میکنند. ببینید تماشاگران عزیز، در تاجیکستان ما مردم چگونه به بازار رجوع میکنند؟ حالا که یک نفری در خانه بوده میتواند چندین شیرینی ها پزد. اگر پخته نتواند میتواند 2-3 روز در پیش یک کدبانو رفته شاگردی کند یا که از یوتیوب یاد گیرد. این کارو نمیکنند. با شوهرش سپیسک معین میکند. سپیسک در دست سپیسک میتید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 15 20 25 30 35 40 میتید. بیچاره شوهر بازار میرود یا اینکه همراه با شوهر سپیسک رو اول تیار میکنند و بازار میروند. اکثر همون چیزهایی که با نرخ 2 برابر 3 برابر خریداری میکنند در خانه میشود همون زنی خانه یا که دختر خانه بپزد، آماده اش کند،
تیارش کند، مثلا گریم کلچه پزد، سمبوسه پزد، یک چیزی دیگر پزد، دسترخوانش پر از ناز و نعمت شده میرود، لیکن نمیکنه. وقتی که به دسترخوان مردم نگاه میکنی اکثریت در روی دسترخوان بوده محصول دست زنی خانه نیست، محصول دست دختری خانه نیست، همه چیز بازاری است، همه چیز بازاری است. این هم میتواند به نرخ بالاروی نرخ بازار تاثیرگذار باشد. امروز وقتی آن رسیده است که ما خودمان را به عصر 21 زندگیمان را موافق کنیم و وقتی آن رسیده است که دیگر از مادران خانه، از خواهران خانه، از زوجه های خانه، همسران خانه طلب کرده شود که بعضی از چیزهایی که از بازار تیارش را میخرید در خانه آماده کنند، در خانه تیار کنند. و وقتی که مهمان قبول میکند، یک زن خانه، یک زوجه خانه وقتی که مهمان قبول میکند بگذار دسترخوانش بیشتر محصول دست خودش باشه. چرا با بازار بیشتر تو مهمان قبول میکنی؟ مهمان قبول کن با محصول دست خودت، با کم قبول کن. در این حالت یک برابر نرخ و شاید همون نرخی که بالای همین محصولات در بازار گذاشته می شود پایین می فراید و وقتی که نرخ پایین می فراید این به کیسه خودت می ماند، همون محصول دست خودت. در بیگاه عید است، یک روز پیش از عید است، در خانه بخیز، یک دست پاک کن. بسیار باعث تحسین است که در بعضی جایها می روید میبینید کدبانوی خانه، یعنی زنی خانه، مادر خانه، دختر خانه با عید آمادگی دیدن. اکثریت چیزی که دسترخوان گذاشته شده است محصول دست خودشان است. این البته به خودی نرخ و نوا، به خودی مصرف خانه تاثیر میرسونه. این هم شاید یک چیزی دیگر باشد. اکی عبدالمنان آمدید، اکی عبدالمنان همین که پیدا شدید خواهش میکنم و سیما و صدایتان را فعال کنید و اینجا چندین سوال به شما پیدا شده است که شما پرسیم و وقتی ما هم نهایت کم مانده است تا پایان یافتن برنامه. ببینید این هم میتواند سبب پس رفتن نرخ باشد. چیزی دیگر آقای شفقت ممکنه است کی گپ زده شده است؟ مهاجر اکا در باره مادرای تاجیک گفته مادرای تاجیک در یک چی پیش صفن قنشون زنن همین مدت در همین کاروان یک کرته همین نو برایه البته همو باید خرن چون آزادن، آزادی به زنان، آزادی همین ماده کنه برای یک سونکچه گرده. دویم یک چیزی دیگر نگفتم ممکن اکا که همین زمیندارای دهقانی از زمینشون بیزار شدگن. خیلی که مولای امام از مولای امامیش غمشون میتیم بیزار شدگن، همین زمیندار هم از زمینش بیزار شده. چوبا وقتی که حاصلم قیمت میخری، همون تخمه میخری، دارو میخری، پارو میخری، تراکتور میبیاری، همش هم میکنی. وقتی که باید پولی آوا میتی، وقتی که باید توی آل تیان، آل نمیتیان، آل نیست. وقتی که حاصلم میگیری ای بدا کانال میبیاید پولی آل تی. همون بیچاره دهقان وقتی که میکاره میبینه همون چیزشد جگرش میسوزه با پولی رسخود کردگیش. برای دهقانا یگان شرایط فراهم آورگی نیستن که همین دهقان دهقانیش خوب کنه. دهقان را میدونم میگه که برادر مهاجر اینجا در اول کارشناسان اشاره به آن کردن که خودی منپلیستان همه شخصان نزدیک برای جمهور کشور که بیشتر مال طلبات هر روزه و خوراک را وارد میکنن هوسمند به این نیستن که دهقان بیشتر کار کند، بیشتر حاصل به دست بیارد. چون دهقانی که حاصل به دست آورد و حاصلی فراوان به دست آورد و بازار پیدا کرد رقیب
همین مونوپولیستان هوسمند این نیستند که دهقان بیشتر حاصل به دست بیارد. انا برای همین هم به دهقان فشار بالای فشار آورده می ایستند که تو اینکه دهقان اینقدر بیشتر هوسمند زمین نباشد، هوسمند کار در زمین باور کنه آقای شفقت، دهقان میدونم که اینمی زور گیریه میکنه، میگه من اینمی حاصل مغازی بزرگ درو من نمیمونم، من میبرم 50 درم میتیم، 50 درم 2.5 سوم کپوست در پیش من میفروشن، ای من 50 درم میخرم، من اجازه نمیتونم چیای بزرگ که من درارم 50 درم نه 1 سوم فروشم، من اجازه نمیتونم این چیزا میگم. مایل وای سوداگر در سوداش میکنه نکم وای میبره 2.5 سوم میته، این یکم. دویم من ای ارد روغن شکر اینا همه چیزایی که مردم نیاز داره اینا از دهقان نیستن، اینا از مونوپولیستان. دهقان فقط چی داره؟ کارتشکا داره، کرم داره، یگان همین چیزای پومیدور داره، همینا دارن. همینم دهقان به خدا ای همون زمینش بیزار شده گه، ای همین سر کردگی، ای همین یک پاپکت دتای دستش، ای جماعت پول جمع دارن برای چی؟ برای تشکیل کردین. دهقان کنالش خودش میکنه، جوارش خودش میکنه، پولی آوا میتینش با آوش نمیتین، با میبین چند که سیاستش میکنن، چند که جنجالش میکنن. دیگه دهقان پولی گازیته، پولی جماعتی خیلی میشن، جماعت وای جماعت 4 تا میبیاید عبید نمیوند، همون جماعت میبیاند 4 تا دهقان 20 می 40 می 50 می میکنن یا بونا میکنن، میرن امروز در جماعت اوقات میخورن. با خدا قسم همی کارا میکنن. تشکر به شما. آقای عبدالمنان هستید اینجا؟ آقای عبدالمنان تو اومدن آقای عبدالمنان برادر یتیم گپ زنید، بعد آقای عبدالمنان سخن میتیم ان شاء الله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اینجا دو تا سوال هست به آقای عبدالمنان. توجه میدونم موضوع برنامه امروز درباره بالاروی نرخی محصولات پیشه رمضان، محصولات خوراکی. خوب امیر گفتم که همش ای مونوپولی رحمونوف فرزندای رحمونوف سرچشمه میگیره، برای که او کوشش میکنن که همه چی پول کار کنن. یک دیمی که این پالیتیکای رحمونوف های همی پالیتیکای رحمونوف همیه که مثال تنظیم میکنه و توی معرکه سر کار میگیره، برای که اگر خیلی پالیتیکای تنظیم جوری نکنه رحمونوف، در این وقت مردم چی میشون؟ خوب مردم طلبشون زیاد میشوه رحمونوف. مثال چه بگم، نمیگه که خیلی شگرانه خدایا که اون که شگرانه تنجی و میگه که همی کشای ما خولیه او اینا همسایه ما سوم دوره خیل دوره طلباتی مردم هم زیاد میشه، مردم رحمونوف ناراضی میشن. برای همکه رحمونوف دایم همی چی را پالیتیکای شگرانه را جاری میکنه، مثال شگرانه خدا کنه، شگرانه تنجی کنه، مثال شکماتون گشنه اینه که شگرانه کنه، گشنگی را مودسن شگرانه کنه. برای چی در تلویزیون تاجیکستان مثلا یک بار خارجی را نشان نمیتن، مردم خارج چه خیلی زندگی میکنن، چه کار میکنن، چه خیلی سوم صرف میکنن، چه خیلی میخرن، مثال همین را چی با یک بار نشان میتن، برای که مردم میبینه که مردم خارجی چه خیلی سوم صرف میکنن، اشار میشه ای رحمونوف طلب میکنن و شگرانه کردن بس میکنن. برای همین یه چی رحمونوف هم بالاروی نرخ هم ای بی رحمونوف، برای که بنزین قیمت میکنه که دهقان مثال زمینش جفت کنه، چی کنه سالارکه و چیزا قیمت میکنه، با اتوماتیکی همون چیز خودش زیاد میشه و نرخ زیاد میشه. با مونوپولی مثال همه بازارها و چیزا خیش تبار رحمونوف هم و هم چی را جو مردم غم میتن، آدمای بازار هم مثال دالیا و بستگیان مردم بازار هم مجبور نشه که نرخ قیمت کنه دالیا و را بده. مثال هم خیلی اینجا مردم بازار گناهگار نیستن، مثلا فروشنده ها گناهگار نیستن، اینجا رحمونوف گناهگاره، حکومت رحمونوف گناهگاره. خب تشکر به شما. برادر عبدالمنان اینجا 3 سوال به میان آمدگی است. یکی از اونها یارمارکه است. اگر
مثلا رسانه ها رو پیگیری کنیم میبینیم که حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر اعلام میکنه که به خاطر پایین بردن نرخ، معتدل نگاه داشتن نرخ و هاکازاها ما یارمارکه تشکیل کردیم، یارمارکه فروشی خوراکه و هاکازاها با نرخ ارزان، مثلا تاجیک مطلوبات یارمارکه تشکیل کرد و هاکازا. همین تشکیل یارمارکه تا چی اندازه به ارزان شوی نرخ تاثیر دارد یا قیمت نشدنی آن؟ خب اصلا همین که تاجیکستان، دولت تاجیکستان با عموما هر دولت دیگری با نرخ دخالت میکند با نرخ بازار، این کار درست نیست و تاثیر اکنون درباره یارمارکه اگر گویم، یارمارکه چقدر به تاثیر تشکیل میشد ما میدونیم. با یک گروه دهقانو فرمان داده میشود که کارتوشکاشون برن در بازار، مثلا کارتوشک اگر در بازار 3 سوم باشه اینا برن 2 سومونی در یارمارکه فروشن، یا بیگون خواجگی دهقانی یا بیگون завод استحصال روغن سفارش میدن که روغناش برن اگر در بازار 5 سوم باشد 4 سومونی فروشن. این کاری که مجبوری و کاری که با یک به برنامه فقط با یک بعد با وجود آمده دولت برونی انجام داده میشد. این و در حجم بسیار محدود، مثلا طلبات در بازار با 100 تن کارتوشک است با چند دهقان سفارش میده که 10 تن یا 1 تن کارتوشک بده در یارمارکه فروشن و این تاثیر چگونه میتونه با بازار و نرخ تاثیر کند. این پروسه یک خودنمایشی یا که چیکار گویم پاس کردن تفسی، یعنی همون اعتراضی مردم است که برای نشون دادن که در یک روز 2 روز در نمایش دیدن در تلویزیون که نرخ پایین رفت و دولت خود دولت امکانی پایین بردن نرخ در بازار اصلا نداره. برای چون برای که دولت خودش نه استحصال کننده است نه وارد کننده. وارد کننده هم دیگر هستند، استحصال کننده دهقان است، وارد کننده منافعه‌ای که گفتیم. دولت اینجا اصلا دخل نداره. دولت برای اینکه قیمت پایین برد، نرخ محصولات پایین برد، باید سفارش دهد یا به دهقان یا به وارد کننده که حق هر دوشان ندارد. اصلا دولت حق دخالت کردن با قیمتی که یعنی تاجر میموند یا که دهقان میموند ندارد. این بازار باید معین کند. یعنی دولت باید رقابت در بازار تامین کند. وظیفه دولت این است که منافعیست از بین برد، مخصوص برای یک نهاد دارد کمیته ضد مونوپولی که باید مونوپولی هر یک چیز از بین برد. دوم اینکه دولت رقابت در بازار تامین کند. وقتی که دید که در یک سوها مونوپول به وجود آمد، دولت کوشش کند که مونوپول برآمده شود و چند رقیب دیگر در اون بازار وارد شوند. سبب اینکه دولت باید با دهقان امکانیتی، یعنی استحصال مال و امکانیتی اینکه مالش از مال وارد شونده رقابت پذیرتر باشد و این امکانات تامین کند. مثلا در حالت پیشرفته وقتی که دهقان ضرر دید، فرض کنیم کارتوشک کورید، کارتوشکش 1 سومی 70 به هر کیلوش به دهقان، لیکن بود در بازار کارتوشک 80 درام شد، بنابر زیاد شد اینجا 70 درام شد. دولت تمام همون ضرری که دهقان داشت پرداخت میکنه، سوبسید نام دارد. دولت پرداخت میکنه و حتی بیشتر از اون پرداخت میکنه تا که دهقان سال آینده دست نکشه از دهقانش. در توجه این گاگو نیست و مردم یکی از خطاهایی که مردم صادر میکنند این است که مردم از دولت طلب میکنند که نرخ ارزان برند. آخر دولت نه امکانش دارد نه حقش دارد. و ما خودم چند بار پیشنهاد کردم به دولت که برای تحریم نوشته‌های قبلی در صحیفه‌ام پیشنهاد کردم که دولت برای اینکه نرخ در عرفه عید در عرفه رمضان پایین برد، باید همون مقداری که مردم نیاز دارند، همون محصولی که نیاز دارند، پولش هم حساب کردیم که تقریبا 100 میلیون دلار میشه. دولت باید خرید کند، هم چیزای تمامش آماده کند و در هم پیش از عید و بازار برآورد، در مغازه فروش به وجود بیاورد و نقطه فروش تشکیل کند. همین از که بالاتر قیمت جلوگیری کند، در نتیجه کم این آن از بین میرود. لیکن دولت این کارو نمیکند. ما میدونیم که این کارو نمیکند. برای چی؟ برای اینکه دولت زور دولت و مونوپولیستایی که از بالا رفته این نرخ فایده میکنند نمیرسد، همین خاطر نمیکند. و منصبدارایی که در همین چیزهای باید نظارت کنند، اداره کنند، اونو خودشون از بالاروی نرخ از مونوپولیستا فایده میگیرند، کیسه‌شون از این پر میشه. قبلا هم گفتیم که سیستم همین خیلی شده است که منصبدار
فقط از رشوه میتونه کشف کند و از ضرر دیدن مردم میتونه کشف کند، از مهونه نه. یک منصبداری که مثلا 10,000 تومان مهونه گرفت و دوند که وقتی که سوداگر فایدهش بیشتر شد، وقتی که استحصالات زیاد شد، وقتی که اقتصاد کشور رشد کرد، مهونه وای مثلا یک سال پس 11,000 12,000 میشد، 20,000 میشد. این دوند از روی همین عمل کند، امکان دارد که همین چیزا از بین رود. لیکن وقتی منصبدار میدوند که و 1,500 مهونه میگیرد و یگانه راه درآمدش رشوه گرفتن است، در این حالت اصلا امکانی بازداشتن بالاروی نرخ یا رشد اقتصاد وجود ندارد. اینو ببینید، باز یک سیستم دیگر دارد. بجز یارمارکه حکومت یک سیستم دیگر دارد، یعنی با بازار مسئولین رو میفرستند توی اینکه فروشنده ها رو مجبور به این کنند که نرخ رو در تا فلان نگاه دارن، یعنی از فلان نرخ معین کرده مسئولین فروشنده ها، مثلا فروشنده گوشت قصاب بالا نبراید، نرخ رو حکومت تنظیم میکنند، مسئولین تنظیم میکنند. تو چه اندازه همین تاثیرگذار است بر نرخ، بالا نرفتن نرخ؟ این نه اینکه تاثیرگذار نیست، این برعکس به بالاروی نرخ ما شاهد بودیم. چند دفعه که دولت وارد کار شد و مداخله کرد و نرخگذاری، نرخ برعکس بالاتر میرند. یعنی یک روز دو روز دولت با مجبوری نرخ میکشد که نگاه دارن، لیکن دو روز پس نرخ برعکس بالاتر میره. برای چی؟ برای اینکه چقدر گفتیم دولت خودش که نداره ریسورس، یعنی ذخیره هم چیزایی که نداره خودش نمیبرد به بازار و میکشد که دیگران مجبور کنه. مثلا شما تصور کنید که شما مثلا برنج فروشید، برنج شما 10 سوم گرفته از منپلیست آورده در بازار 11 سوم فروخته شده. یک ناظر انداز یک پلیس میاد به شما میگه که نرخ از 9 سوم بالا نبر. شما چقدر مالی که 10 سوم خریده به 9 سوم میفروشید؟ یگان سوداگر به این روز نمیشن و مالش جمع میکند میرد به خانه‌اش، یا که یک روز مجبوران بنابر تهدید حبس شدن بازداشت شدن 9 سوم میفروشد و 1000 سوم ضرر میبینه یا 100 سوم ضرر میبینه. وقتی که پگاش همین ناظرا رفتن نرخ میبرد 12 سوم، برای اینکه ضرری که یک روز دید جبران کند و در نتیجه نرخ میرد بالا. وقتی که دولت ریسورس ندارد، یعنی امکان تامین بازار خودش ندارد، چیزا دولتی نیست، این امکان اصلا برعکس به ضرر تمام میشه. یک چیز لو کردنید. سلام علیکم. برادر سعید صبر کنید، شما لطفا صبر کنید، ان شاء الله به شما هم نوبت میتیم خدا خواهد. یک سوال دیگر این است برادر عبدالمنان که ببینید ما نهاد داریم، نهاد آنتی مونوپولی، نهاد ضد مونوپولیا، ضد انحصاری نهاد داریم. همین نهاد مثلا اگریم کدام وقت وارد کار می شود؟ باید وارد کار شود و پیش راهی مونوپولی رو بگیرد و حاضر نگرفته شده است و وظیفه خودش رو اجرا نکرده شده است. خب این نهاد آنتی مونوپولی برای این تشکیل شده است که مونوپول پیدا شدن مونوپول در بازار جلوگیری کنند، یعنی نگذارد که در یگان ساحه مونوپول پیدا شود. برای که مونوپول ما اینا با چشم شهر دیدیم، تمام مردم شاهد هستند که چند سال شد بسیاری از ساحه‌های کشور، بسیاری از محصولات وارداتی کشور مونوپول شدند و در نتیجه به چه مشکلات گرفتار شدیم. وقت این وظیفه این نهاد این است که وقتی مونوپول پیدا شد اجازه ندهد به پیدا شدن مونوپول و همون مونوپولیستایی که مثلا میکوشن رقیباشون از بازار خارج کنن اونها جزا تیاد، او رقیبایی که با دادی هم رقیبایی که اونها مونوپولیستای بزرگ خارج کنن رسد و کوشش کند که در هر ساحه رقابت باشد و رقابت هرچی بیشتر باشد. لیکن متاسفانه در تاجیکستان زوری هیچ نهاد دولتی و مونوپولیستا نمیرسد. در نتیجه اونها کاری که اونها انجام میدن یک سطح بسیار پایانتر از اونی که باید انجام بده، یعنی میرن یگان ساحه‌ای که اصلا با کسی در کار نیست اونجا نظارت میکنن که اونجا مونوپول پیدا نشود و حتی اون کارا هم انجام میدن. لیکن چون زوری یگان نهاد به مونوپولیستا نمیرسد، در نتیجه پیدا شده است. همین حالتی که ما داریم. تشکر حضور برادر
سعید صحبت کنید. باز یک سوال دیگر هست برادر عبدالمنان، با همین برنامه امروزه رو به پایان میرسونیم. برادر سعید بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در همین سخنان یکی عبدالمنان یک چند چیز اضافه کردنیم درباره مونوپولیا. من یکی از سابق تاجران یکی از بازارهای تاجیکستان، بگیم نام بازار هم میگیریم سلطان کبیر. واقعا هم 70% چیزهای بازار در بازار به مونوپولیا بودن. از تخم سر کرده، تخم را کسی یگان استالوچی یا که رستورانچی که در بازار، او کسایی که در بازار استالو داشتن یا که رستوران داشتن تجارت میکردن با همین خوراکواری، ایمیجه شود خوراکواری سر کنیم، اینا همش مثلا یک تخم در اون سال سخنه سال 2013 14 یکی تخم 15-20 درهم بود یک دانه تخم. این می آوردن خود جیانای همین رئیس بازار می آوردن در بازار این چیزا را به همون رستوران با استالو یک دانه تخم 70 درهم تا 1 سومونی را می دادن. یک دانه تخم دیگر او سوداگری بیچاره یا که او رستوران یا دیگر بیچاره چند بیره بفروشه. مثلا این یک تخمش بود. چیزی دیگرش این باز بود که مثلا کافل، من این چیزا را با چشم میدیدم. مثلا کافل یک ریسونکای خوبه که یک کسی یک نامی همون کافل فروش را میدونستم اما متاسفانه فراموش کردم. همونا می آوردن در رئیس بازار یک مبلغی خوب میدادن، 15,000 20,000 میدادن که حیمی کافل حیمی ریسونکای ما مثلا کسی دیگر حقی همین چیزا در بازار در آوردن نداره، فقط چیزا باید که همون یک آدم بدره را بفروشه. این کارا میکردن. این چیزا من صدها بار دیدگیم در نزد، حتی من با اونا میشنم صحبت میکنن که من امی کارا میکنم. یا که قالین فروشای بازار سلطان کبیر، قالین فروشا هم همین کارا میکردن که یک قالین خوب از ترکیه یا که از ایران یک ریسونکای خوب می آمد، یک گلی خوشرو بگیم می آمد و او را فقط یک آدم حق داشت که در اون بازار با فروش ببرن. او فقط از او دیگر هزارها کوادرات بگیم از ترکیه یا که قالین ایرانی را از ایران می آورد، ریسونکش می آورد میرفت از ترکیه می برآورد و می آورد در بازار با صفت ایرانی گفته سودا میکرد. این یک سومی خوبه با رئیس بازار، یعنی با کوری عوض میدادن. عوض دیگر اونا کس دیگر این فقط یک مدت معین داشت، مثلا داشت 6 ماه 1 سال که این دیگر کس از این چیز حقی در آوردن در بازار نداره، فقط این کار یک کس میکنه. این چیز دیگرش این که شپاکیلوفکا فقط در بازار سلطان کبیر حق داشتن جیانی عوض یک جیانش به نامی اکش سلطان نام داشت، نامی دادرش نمیدونم، دادری همون سلطان بود. این خیلی حالت میشود مثلا گریم یک نفر بازار میکشاید محصولات های خودش به فروش میگذار، محصولات هایی که میبرد خودش با اون سر کار دارد میبرد میفروشد و جای دیگه بازار خودش به دیگرها جای میکشد. این شدنش ممکن است. مثلا گریم شما هم یک دکان داشته باشید، در دکانتون خودتون مثلا گریم یک چیز میفروشید، باز یک نفر دیگه رو آورده به دکانتون جا کرده این چیز رو توی هم فروش گفته نمیتونید و خودتون در دکان خودتون رقیب نمیبرید. این چیز شده این خیلی نبود اون خودش نمی آوردن این چیزا را که مثلا خودشون فقط هایش میبرد. نه مثلا یک کس او را می آورد، مثلا فقط میرفت همون هیچ عوض ندارم که من همین خیلی بار من میارم، من برای تو مثلا میتونم سالش را مثلا من برای تو $50,000 میتونم، همین چیز حقی دیگر کسی حقی همین چیزا در آوردن در بازار نداشته باشه. میگفت بیار او قطعی همون رئیس بازار یک کانترکت میبست دیگر خلاص، اون دیگر
چنده که میخواست او را میآورد و چیز یک سوم را میآورد در بازار 20 سوم 30 سوم میفروخت. بسیار تشکر برادر عزیز عبدالمنان، تشکر که این طول 2 ساعت با ما بودید. من از شما یک آخرین سوال دارم، فقط اینجا میتونید چند توصیه و فکر خودتون رو بیان داشته باشید. ببینید به این خلاصه رسیدیم که واقعا نرخ بازار پیش از همه وابستگی دارد به مونوپولیستان و به طلبات مردم، چون مردم بیشتر طلبات دارد از وابسته به همون چیزی که وارد می شود. اما اینجا من میخوام فکر شما رو در این باره بدونم که برای اون که همه نرخ و نوار رو مونوپولیست معین نکند، همه واردات در دست مونوپولیست نباشد، باید چیکار کرد که از همین مونوپولیست یه نهنگ کلان مردم آزاد شود، بالاخره یک رقابت سالم به میان بیاید. خب همین اصل هدف از اینکه ما گفتیم مردم هم اینجا گناهکار است، همین است که مردم بالاخره باید به همین درک رسد که فقط یک طرف در یک مشکلی که با میون میبه فقط عیب یک طرف شده نمیتونه در هیچ مثلا عیب، یعنی مثلا در ظلم هم عیب همیشه فقط در ظالم نمیشه، در مظلوم در اکثر حالات مظلوم بیشتر از ظالم گناهکار میشه، گناهکار است. و در همین مونوپول عموما در همین قیمت روی نرخو بالا روی نرخویی که ما گفتیم اونجا با چند نفر اعتراض کردن که مردم گناهکار نیست، دولت گناهکار است، بیاد با همین برادران با همین یک درک بالاخره رسیم که نمیشه. مثلا ما چند سال است که میگیم دولت گناهکار، دولت این خیلی دولت مونوپولیست کرد، این خیلی کرد اون کرد و طرف دیگر رو فراموش میکنیم و چی نتیجه جدا میکنیم؟ یعنی فقط تنقید کردن یک طرف، اون مونوپولیست دیگر پروای تنقید ما ندارد. مونوپولیستی که همون قدر انصاف دارد که از گرسنگی مردم، از نوعلاجی مردم استفاده میکند و بالای مثلا یک مرغ 10 سوم میخرد و 20 سوم میفروشد در حالی که مردم گرسنه است، یا یک تخم 20 درهم میخرد و 40 درهم میفروشد یا 50 درهم میخرد 1 سوم میفروشد، همین قدر انصاف دارد و چخیل به تنقید ما پروا کند، اصلا پرواش ندارد و چیزی که باید چی میکند انترسات میکند فراموش کنم توجه کشه، همین است که درآمد بیشتر گیرند و اصلا نه پروای تنقید ما و شما دارند، نه پروای اعتراض دارند، نه پروای دودوی، نه پروای گیره مردم دارند که نرخ در بازار بالا. خیلی میگه بازار شما گیره کردن گیره، ما مهم که درآمد گیرم. مردم باید بالاخره به درک این رسند که هر کاری که هر ظلمی که بالاشون میشود، هر کاری که با ضرر اونها میشود، فقط یگانه خودشون میتونن همین کار از این کار جلوگیری کنن. برای مثال آخرین مثالی که در غیر این ایدها در تاجیکستان رخ داد، یعنی نرخ بلیط هواپیما، نرخ بلیط $1000، مردم میرن با همین $1000 بلیط میگیرن و بررسی میرن، در حالی که میتونستن مردم وقتی که پرواز شروع شدن یک ماه دیگه صبر کنند، یک سال صبر کرد، یک ماه دیگه اجرا نیست، پرواز شدن نرخ معین کردن $1000، نروید نخرید بلیط، تو که مجبور شدن بلیط هم چیکار که $300 کنن، بعد روید خرید، وقتی که قیمت کردن بو خودداری کنید. لیکن مردم دویدن همه کسا که ما رویم در روسیه کار کنیم درآمد کنیم. بعد من مثلا یک نفر خودم میدونم خودش گفت که من ماشینم فروختم $5000 و 5 بلیط خریدم، خودم 4 بچه‌ام روسیه اومدیم که کار کنیم. اكو مردک باید چقدر 5 کسا کار کنن که $5000 دخل گیرن. یعنی اگر نو حساب میکردن که بلیط $300 شود، در $1000 میخریدن، $3500 فایده میکنن. $3500 یقینا در 2 ماه کار کردن نمیتونن 5 کسا و باید که 3 ماه کار کنن. 3 ماه اگر حساب میکردن شاید بلیط تمام ارزون میشد، یا که همون $300 میگیرن میومدن در ماشینش هم نمیفروختن، ماشین هم نمیفروختن. هر کار در هر کاری که میشد همین خیلی پیشگیری کرد. وقتی که مردم خودش میراد به طرف مونوپولیست، به طرف ظالم که من تیارم اومدم که پول من گیری کیسه من غارت کنی، من اومدم برای اون که دسترخوان کنم با $200 قرض کردم اومدم
تو مرحمت نرخ‌های بالا بر من تگم که به هر نرخ خرم همین چیزا برای اون که من اگر دسترخوان نکنم $200 قرض بده دسترخوان نکنم همسایه‌ام با من میخنده برای من با که همین نرخ و اینجا عیبی سوداگری عیبی مناپولیست به نظر ما خیلی کمتر از عیب مردم است. ما باید من نگفتم که یگون بار نگفتم که مناپولیست عیبدار نیست و حکومت عیبدار نیست عیبدار هستن لیکن طرف دیگر هم ما باید بگیم بالاخره به همین نتیجه باید رسیم ما که هر دو طرف باید گفته شود و مردم هم بالاخره به درک هم خطاهاش دست و به اصلاح خطاهای خودش هم کوشش کنند نه اینکه ما شنیم همه کسا ما اینجا مردم از اون طرف فقط تنقید کنیم یک جانبه و مردم هم گریه نوله کند که ما نرخی بلیط قیمت شد سوالات پرده نمیتونیم نرخی ما میره قرض کند بلیط گرفت $1000 یا که نرخی محصولات قیمت شد برای قرض کنید برای دسترخوان برای پر کردنش کم یک پروخور خرج کنند نمیشود میگه مسئله حل شد حل نمیشود برای این باید مسئله همون وقت حل میشه که همین مظلوم بالاخره با درک خطای خودش رسید خطاش اصلاح کنه در عکس حالت ما اگر 1000 سال هم نوله کنیم مناپولیست انصاف نداره انصاف که ما میخوایم در اینجا با دادگویی با گریه کردن و به انصاف بریم اصلا امکان نداره این غیر امکان است طبیعت آدمی است که تغییر نمی‌یابد با دادگویی نوله تنقید و اینو باید خود ما اصلاح کنیم بعد رویم طرف جانب دیگه اصلاح کنیم یعنی سوال دیگه نمیشه مداری اقتصادی مردم باید بالا برداشته شود یعنی ولی مردم بالاخره به این نتیجه رسید خودش در دست خودش هم کنترل نرخ هم کنترل بازار همه چیز در دست خودش است و میتوند که هر قیمت بالا بره هر قیمت پایین بره شما در کشورهای پیشرفته ببینید وقتی یک نرخ یک چیز قیمت شد مردم اعتراض میکنه نمیخره از خریدش دست میکشد هزارها تن اون چیز ویران میشن مجبور میشن فروشنده پایین برن حتی وقتی که پایین میبرن نمیخرن تو زمانی که اوز نپرسد برای فروشنده و استحصالگر مناپولیست یا هر کسی دیگر نباشد نرخ پایین میبره از مردم اوز میخواد بعد مردم میرن میخریدارش خیر شما تخم بالا بردن قیمت شما یک هفته دو هفته یک ماه تخم نخوردید هیچ کس نمیرد نخوردن تو یا گوشت مرغ نخوردید یا شکر نخوردید هیچ کس نمیرد از این چیزای نخوردن همین رو فقط میشد که پیش بالا روی نرخ گرفت نه اینکه با گریه و نوله تا انتقادی فقط یک طرف تشکر زیاد به شما برادر عزیز گرامی عبدالمنان شیرعلیف تماشابینان عزیز طول 2 ساعت با ما بودند برادران شراف‌الدین گدایف و برادر عبدالمنان شیرعلیف کارشناسانی که در مسئله بازار و عموما نرخ و نوا و مسئله اقتصادیات فهمش دارند و در این باره معلومات دارند ما اینها را مخصوص برای آن دعوت کرده بودیم که بیشتر از اینها معلومات گیریم و شما نیز یک کمی باشد هم یک روشی چگونه مصرف کردن چگونه پیشی راهی قیمت شوی محصولات را گرفتن را با هم بیاموزیم فکر میکنم که در برنامه بسیار چیزها را آموختیم بسیار چیزها را دانستیم و از همه مهم دانسته شد که چرا در روزهای ایدها خصوصا عید ماه رمضان یا عید قربان یا هر عید دیگر چرا نرخ بالا می رود و بالاروی نرخ در دست کی است و کیها به این چیز هوسمند هستند که واقعا نرخ بالا رود و کیسه آنها بیشتر پر شود و اینجا کارشناسی ما با آن اشاره کردند که مناپولیست پروایی من شما ندارد یعنی این گریه ناله من شما فایده نمی‌دهد ما چیکار کنیم ما چی باید کنیم یعنی ما باید دست به کار شویم دست به کار شدنی از بین بردن مناپولیست یعنی نهاد ضد مناپولی ضد انحصاری در تاجیکستان کار خودش را اجرا نمی‌کرده است همه گفته شدند مناپولیست وجود دارد ولی نهاد ضد مناپولی در تاجیکستان نمی‌بیند این رو یا خودش را به نادانی می‌اندازد چه خیلی که گفتند زورش به مناپولیستان نمی‌رسد زور یک نهاد حکومتی به مناپولیست نرسد این مناپولیست یعنی کی است همونه که یک نهاد ضد مناپولی زورش نمی‌رسد این مناپولیست کی است البته کسی است که قدرتش از قدرت حکومت از قدرت نهاد ضد مناپولی بالا است یعنی شخصانی که
همین نهادها را اداره میکنند. کی اداره میکند؟ البته رئیس جمهور اداره میکند. مگر رئیس جمهور نمیداند که در تاجیکستان مونوپولی است؟ مگر رئیس جمهور نمیداند که نهاد ضد مونوپولی یعنی ضد انحصاری از ایده کار نبرآمده شده است؟ همه این را میداند، لیکن همین کار توسط خودش اجرا شده ایستاده است. فرزندان خودش کرده ایستادند، دامادهای خودش کرده ایستاده است، نبیره های خودش کرده ایستاده است، خسرو بچه های خودش کرده ایستاده است. برای همین هیچ چیز نمیگوید، برای همین خاموش است و با این خونخوری خودی یک اویله خودی همین توده عادت کردند و مردم مثل گاو جوشا به اینها شده است، یعنی جوشیده خورده هم میگردند و به این مردم خودش هم راضی است و هر وقت که به اینها پول لازم شد مردم خودش به بازار میدود. انا برای همین هم تماشابینان عزیز، هموطنان گرامی، معین کردن نرخ، پس فراوردن نرخ، رقابت سالم در بازارهای تاجیکستان به میان آوردن، رقابت سالم در استحصالات به میان آوردن، صادرات تاجیکستان را از واردات بیشتر کردن، همه در دست من شماست. همه در دست من شماست. این حکومت امروزه، این رژیم امروزه خواهش آن را ندارد، هوسمند آن نیست که در تاجیکستان صادرات زیاد شود، یعنی تاجیکستان یک کشور استحصالگر شود، بلکه هوسمند به آن است که دست دوم شده از بیرون محصولات تیار را بیارد، مونوپولی کند، هیچ کس را استحصال کردن نماند و همین را بفروشد و پول را به کیسه بزند. به این هوسمند است. یعنی این رژیم امروزه نه ترقیات تاجیکستان را میخواهد نه پیشروی تاجیکستان را میخواهد. برای همین هم امروز باید ملت، امروز باید خود ما، من و شما، ای مردم، ای هموطن، ای هم ملت، ای ملت باید تصمیم بگیریم. چی تصمیم میگیریم؟ همون تصمیمی که باید نهایت رقابت سالم در بازار، در استحصالات، در واردات، در صادرات به میان بیاید، در همه چیز، در همه سمت‌های استحصالات. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه فردای تاجیکستان. انشاءالله که در برنامه‌های دیگر با هم وا می‌خوریم. سلامت باشید. یکایک شما را به الله پاک می‌سپارم.